به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار بر یکایک شما باد، در هر کجایی که هستید و در هر ساعتی که ما رو میبینید. این یک بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه بین مردم و برنامه هست که با خواهش شما و برای شما راه اندازی شده است. همونطوری که من در صحبت قبلی هم گفته بودم، هرگاهی که من میخوام موقع رسمی را از نام پیمان ملی تاجیکستان در این موضوع بیان کنم، حتما آن را در کانال رسمی پیمان ملی تاجیکستان بیان خواهم کرد که شما پیگیری میکنید و سوال و جوابهای خود را، صحبتهای شخصیم را با مردم یا دیدگاههای شخصیم را در کانال شخصی خودم مثل امروزه بیان خواهم کرد و این برنامه هست که هیچ محدودیتی در موضوع ها ندارد. فقط یگانه محدودیتی که هست این است که باید تحقیر، تهمت و دروغ نباشد. نوبسته به هر کسی که هست فرق ندارد. اگر هر تحقیر و تهمت توهین نسبت کسی هم که باشد، چه مقامات دولتی است، حکومتداران است، مخالفین است یا اشخاص علیحده، اونا بلافاصله باید قطع شوند و از همگان هم خواهش میکنیم که در بحثا خیلی هم با منطق، با دلیل و دور از تحقیر و توهین صحبت شود. حالا چون ما در آخر سال 2021 میلادی قرار داریم و در عرفه وارد شوی سال نو، میخواستم از این فرصت استفاده برم و هموطنان عزیز را، همه کسانی که برایشان سال نو میلادی ارزش دارد و جشن میگیرند، یکدیگر رو تبریک میگن، ایشان رو هم تبریک بگویم و از پروردگار منان برای همگان در سال نو میلادی 2022 تنصیحاتی، سربلندی و موفقیت ها را تمنا دارم و بخصوص به ملت عزیزمان در سال 2022 یک سال پر از موفقیت و آرامش و ثبات را میخواهم و این چنین سالی بگذار که سال بیداری و سال آزادی خواهی بیشتر باشد. و اینجا بعد نیست در آغاز صحبت، قبل از آن که به سوال و جواب ها بپردازیم، یک مروری کوتاه به سال 2022 هم داشته باشیم، چند دقیقه، تا اینکه با هم جنببست کنیم که این سال 2021 چه سالی بود. از نگاه من با وجود همه دشواری های اقتصادی، اجتماعی، با وجود آنکه این کرونا ویروس خیلی تاثیر خودش رو در اقتصادیات، در وضع کار و زندگی مردم رساند، باز هم یک سال خوبی بود از نگاه من، زیرا من این سال را سال سوالگزاری مردم گذاری کردم، زیرا شاید بار اول بود که مردم تاجیک، ملت ما به این حد آشکار و واضح شروع کرد به سوال گذاشتن. سوال در نزد خود، در نزد مقامات، در نزد رهبریت کشور، دولت، در نزد اپوزیسیا، در نزد پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروها. و این خیلی مهم است، یعنی و سال مهم هم به همین خاطر بود که ملت ما بالاخره آغاز کرد به سوال گذاشتن، زیرا آغاز همه گونه جستجو، کافتوکا و به یک نتیجه رسیدن ها این سوال گذاشتن است. بیهوده در علم فلسفه و منطق سوال را مهمترین رکن آن میدانند، چون تا انسان سوال نگذارد در جستجوی جواب نخواهد بود و همین سوال گذاشتن بود که انسان را به جستجوی پروردگار برد که بالاخره سوال گذاشتی من کی هستم، رسالت خلق شدنم در این دنیا چی هست، چی کار باید کنم. و سوال گذاشتن بود که انسان را به سطح رسان که در جستجوی علم شد، منطق شد و دستاوردها و اختراعها شد. انسان کشورها را کشاد، فتح کرد و منطقه‌های نو را فتح کرد به خاطر همین سوال گذاشتن بود. و وقتی که یک شهروند تاجیکستان هم سوال میگذارد در نزد خود که برای چی من نسبت به دیگر شهروندان دیگر کشورها ضعیف هستم، به حقوق هستم، معاش کمتر میگیرم، برق ندارم، برای چی من در وطنم کار نمیکنم، در هجرت باید کار کنم، برای چی زندانهای ما پر از زندانی ها هست، زندانی های سیاسی، اقتصادی
و دهها شاید صدها سوال دیگر رو میگذارد و بعدا در جستجوی جواب می شود و اون جواب جستجو کردن او را به نتیجه ها به خلاصه های خواهد رساند. و این چنین سوال های در برابر ما هم گذاشتن در این سال 2021 که شما کی هستید، چی میخواهید، اگر به سر قدرت آمدید تاجیکستان ما چی گونه می شود، چه برنامه ها دارید، آیا از حکومت امروزه تاجیکستان بهتر رهبری خواهید کرد یا بدتر. و این سوال ها خیلی مهمند و من خدا را شکر میگم که در سال 2021 این گونه سوال ها خیلی زیاد شدن و این وادار میکند که حکومت در جستجوی راه حل ها باشد، این وادار میکند که اپوزیسیا در جستجوی راه حل ها باشد، خود را بهتر کند، آمادگی بهتر و بیشتر داشته باشد. در مجموع من این سال را از این جهت یک سال بسیار مهم میدانم و خدا کند که سال 2022 هم این روند ادامه پیدا کند و ملت شروع کند به فشار آوردن به سیاستمداران، به مقامات، به همه کسانی که امروز و آینده ملت از آنها وابستگی دارد. آینده ملت و کشور از دو گروه وابستگی دارد، از حکومت عمل کننده که امروز حاکمیت را در دست دارد و از اپوزیسیا که در آینده میتواند حاکمیت را به دوش بگیرد. در تمام کشورها همین است. در جهان نابسته از آن که چه کشور هست، تقدیر یک کشور، یک ملت از دو گروه وابستن، از دو نیرو، از حکومت و از اپوزیسیا. گاه میشود که اپوزیسیا باز به سر قدرت میآید، حکومت امروزه اپوزیسیا میشود و برعکس. در مجموع این سوال گذاشتن ها به نفع خود مردم و به نفع خود ملت هست و من خواهشم از ملت عزیز این است که سوال مطرح کردن و سوال گذاشتن را بیشتر کنند و طلب کردن را بیاموزند، زیرا طلب کردن معنی آن را دارد که جواب دهنده مجبور است که برای سوال های شما زحمت بکشد، فکر کند، راه حل پیدا کند و این در نتیجه باعث بهبودی زندگی یکایک شما خواهد شد. همدیاران عزیز، در سال گذشته باز چندین حادثه در کشور ما رخ دادن. یکیش این حادثه بدخشان بود که در ماه‌های اخیر رخ داد و میتوان گفت که تمام سال را تحت تاثیر خود قرار داد و خدا را شکر که امسال در مقایسه با سالهای قبلی به خصوص سال 2012 با کشتار کمتر این حادثه ها انجام شدند، چون همگی اگر اشتباه نکنم 3 شهید داشت این حادثه ها که از دست مقامات با سلاح و تیرپرانی به شهادت رسیدن، از آن جمله برادر شهید گلبدین. ولی مقامات دولتی جرأت را نداشتند که سال 2012 را تکرار کنند و خدا را شکر، زیرا در مقابل خود ملت را احساس کردند. دیگر احساس کردند که بدخشان و بدخشانی ها تنها نیست و بار اول در سال 2021 مردم بدخشان خود را با تمام وجودشان جزء تاجیکستان تصور کردند، برای آنکه در پهلوی خود کلابی را دیدند، رشتی را دیدند، وخشی را دیدند، زرفشانی و خوجندی را دیدند، فیض‌آبادی و دوشنبگی را دیدند و همچنین بار اول تمام مردم تاجیک با صدای بلند اعلان کرد که ما از بدخشانیم، بدخشان از ماست و بدخشانی ها را همچون برادر خود، همچون هموطن خود پذیرفتند. البته قبلا هم پذیرفته بودند اما این را اعلان کردند و این چیز باعث شد که حکومت دیگر اون جنایت های قبلی خود را در بدخشان تکرار نکند و من از این جهت هم سال 2021 را سال پیروزی مردم بر بالای دسیسه و فتنه های مقامات دولتی میدانم. اگرچه در صحبتی که خاص حادثه های بدخشان بود، من پشتیبانی از این روند گفتگو کردم که خدا را شکر که برای گفت و شنید مقامات تلاش کرده ایستادند که این قضیه بدخشان را آرام کنند و اگرچه یک التیماتوم های گذاشتن، تهدیدهای کردن، اما دیدن که ملت استوار است، مردم در هدفهای خودش ایستاده است، با راه وعده کردن مسئله را خواستن که حل کنند و وعده های هم دادن. وعده ها چه بود؟ گفتن که ما این حادثه را تحقیق خواهیم کرد و کسانی که در مسئله به شهادت رساندن گلبدین گناهکار هستند اونها را به جوابگری میکشیم. دویم وعدهشون این بود که بلافاصله اینترنت رو برقرار خواهند کرد و از همه مهمش وعده دادن که کسانی که در این
حادثه ها در این تظاهرات شرکت کردن نسبت آنها یگان چاره‌های حقوقی و پیگردی قانونی صورت نخواهد گرفت. اما وقتی که ما هم پشتیبانی از این کردیم ولی هشدار داده بودیم که مردم بدخشان، مردم شهر خاروق و تمام ملت تاجیک باید آگاه باشند که این بار اول نیست که حکومتداران وعده میدهند ولی به وعده خود وفا نمیکنند. چون ما تجربه پر از تأسف دست دادن و سازشنامه امضا کردن با همین حکومتداران امروزه را داریم و بعداً دیدیم، شاهد بودیم که چقدر خیانت ها نسبت این عهد و پیمان ها رخ داد و مردم بدخشان رو هم خواهش کرده بودیم که به این گفت و شنید راضی شوند، اما هوشیار باشند، بیدار باشند که این مقامات در تجربه نشان دادن هر لحظه میتوانند عهد شکنی کنند. متاسفانه ما دیر نگذشته شاهد باز این عهد شکنی در مسئله بدخشان هم شدیم که نه تنها اینترنت رو تا امروز برقرار نکردند بلکه تحقیقات این حادثه قتل گلبدین را نه تنها به انجام نرساندند بلکه خود شهید را گناهکار اعلام کردند و رفیقان او را، برادران او را و بسیار از جوانانی که برای حفظ ننگ و ناموس و آبرو و برادرشان تظاهرات کرده بودند آنها را در پیگرد قانونی قرار دادند و یک لیست را روی خط را آماده کردند که این افراد نباید کشور را ترک کنند. چرا اینها را ممنوع کردند از سفر؟ چون احتمال دارد که در آینده نسبت آنها پرونده جنایی باز شود و شاید الکی باز شده باشد و آنها را با هر بهانه وقتی دیدن که مردم آرام شده است یکی پس دیگر حبس کنند و این یک عهد شکنی آشکار هست که بار دیگر مقامات امروزه تاجیکستان اثبات کردند که اهل عهد و پیمان و وعده نیستند بلکه عهد شکنی، پیمان شکنی و وعده خلافی جزء فرهنگ زندگی و فرهنگ سیاسی آنها است و بنابراین همین هنوز هم دیر نیست و مردم بدخشان، جوانان غیور بدخشان باید از همه چاره‌های لازمی استفاده کنند، بیاندیشند که اجازت ندهند که نسبت آنها عهد شکنی و پیمان شکنی باز صورت بگیرد و الکی نشانه‌هایش هست و باید طلب شود جامعه شهروندی در داخل در خارج باید طلب کند که حکومت اون وعده هایی که به مردم بدخشان کرد و در نتیجه این وعده ها مردم میدان رو ترک کردند بلا فاصله و بدون کدام تأخیر و بهانه جویی آنها رو باید عملی کند. اینترنت باید برقرار شود، اون کسانی که گناهکار بودند در قتل شهید گلبدین باید به جزای خود برسند و نوارهای هم نشر شد که با چگونه تحقیر و با چگونه توهین به انسان او را به قتل رساندند، همونطوری که شهید سبزعلی را به قتل رساندند و دیگر شهیدان را و از همه مهمش این ممنوعیت سفر نسبت جوانان بدخشان را باید از بین ببرند تا اینکه آنها بتوانند سفر کنند. اگر این کارها نشود باید مردم در طلبات خود استوار باشد و این اقدامات حکومت را همچون عهد شکنی و همچون ناجوانمردی باید که در همه جا باید که معرفی کنند و از همه مهمترش این برقرار کردن اینترنت است، زیرا داشتن اینترنت حق کامل یک انسان است. امروز در جهان امروزه نداشتن اینترنت، محروم بودن از اینترنت به معنی آن است که شما از آزادی، از کار، از ارتباط محروم هستید و از یک طرف مقامات دولتی میگویند که کسانی نیروهایی که در اروپا هستند یا در خارج هستند حرفشون در داخل هیچ تأثیر ندارد، اما اخیراً دلیل آن که چرا برخلاف وعدهشون اینترنت رو در خاروق در بدخشان برقرار نمیکند، مسئولین گفتند که زیرا که از فعالیت نیروهای سیاسی در خارج بخصوص در اروپا میترسند و به همین خاطر آنها اینترنت رو در بدخشان برقرار نخواهند کرد. اینجا یک تضاد، یک دخورگی هست. از یک طرف اگر شما میگید که حرف ما تأثیری ندارد در داخل کشور، پس چرا نمایندگان شما بهانه میارند به مردم بدخشان که برای چی اینترنت رو هنوزم برقرار نکردن؟ اول خودتون در داخل به یک توافق برسید، بالاخره به یک نتیجه برسید که آیا حرف نیروهای سیاسی در خارج بوده در داخل تأثیر دارد یا نه.
چون در یک منبر یک چیز رو میگه، در منبر دیگر به مردم چیز دیگر رو بهانه میاره. به هر صورت من سال 2021 رو سال پیروزی مردم از بالای ظلم، از بالای فشار و ترس میدونم و خدا کند که این جرأت و جسارتی که مردم خاروق نشان دادن قدم به قدم، روز به روز به تمام ملت تاجیک تاثیر کند و در آینده نزدیک در سال 2022 و بعدش ما شاهدی آن شویم که جسارت و جرأت به ملت ما بار دیگر بر بگردد و واقعا هم یک سال خوبه بود و مردم رو تبریک میگم به این پیروزی و امیدوارم که در سال 2022 باز شاهدی خبرهای بهتر و خوبتری از داخل کشور باشیم. من همدیاران عزیز اینجا صحبت مقدموی خود را به انجام میرسونم. حالا دیگر نوبت رو به سوالهای شما، به حرف و پیشنهادهای شما میدیم. بازم خواهش میکنم که خیلی کوتاه، خیلی موضوعی و بدون کدام تحقیر و توهین سوالهای خود را مطرح کنید. ما هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید مسئولینی که در استودیو نشستن نوبت رو به مردم بدین و ما در خدمت هستیم. برادر اول بفرمایید، برادر شیرخان. حالا به هر کسی که نوبت دادن اسمش در اکران برآمد، من نام اون رو هم اعلام میکنم. بفرمایید برادر. سلام علیکم اکا. علیکم سلام. صدا کمتر پست است یا از دستگاه یا از خود اون برادر صدا بلندتر شد؟ بفرمایید. اکا سوزی سلامتی خوبان؟ سلامت باشید برادر. خیلی خوشحال شدم با اکا دیدم اکا خرسان شدم. سلامت باشید، تشکر. شما از برادران مسئول در استودیو میندار باشید که شما را وارد کردن. بفرمایید برادر. با خدا اکا زیبی پریزیدنتی داری. گفتنی همین را گفتنی دم که زیبی پریزیدنتی داری اکا. سلامت باشه برادر عزیز. من در یک صحبت دیگر گفته بودم که حداقل ملت تاجیک در همین شب و روز بیشتر از 50 نفر را دارد که میتواند پرزیدنت تاجیکستان باشد و شاید من کمترین در بین آنها باشم. اونه که میگن که در تاجیکستان دیگر هیچ کس نیست غیر از یک نفر باید که تا آخر حیاتش پرزیدنت باشد. من این را تحقیر ملت میدونم. ملتی که 50-100 نفر را ندارد که فردا پرزیدنت شود، پس اون ملت نیست، هنوز ملت نشده است. یک توده مردم است که باید یک پیشوا داشته باشد و دیگر مردم همچون توده از پس او بروند. اما یک ملت آگاه، بیدار و معاصر باید حداقل 50-100 نفر را همچون پرزیدنت آماده داشته باشد و اگر شما فکر کنید که من یکی از همون 50 یا 100 نفر هستم، این لطف شما هست، اما مطمئن باشید که فرزندان بهتر و خوبتری از من در بین ملت هست. تشکر برادر. خب برادر دیگر اگر کسی باشد بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام به همه شنوندگان. برادر سوال یکی من همین است که تا کی ما همین غم و غصه میخوریم؟ کی ما همین ظلم میبرایم؟ یکم سوالم. سوال دیگه من همین است که جناب رحمانوف آمد به روسیه، رئیس پارلمان اعلام طلب کرد از پرزیدنت که همین ما باید به یوراسیوز بدرویم. این زناچ یک چیزی که یک چیزی تیار کردگی باره، اما هم خیلی فکر میکنم یک چیزی که تیار کردگی برنده خودش به مسکو اومد و به سنت پترزبورگ اومد و رئیس پارلمان خواست طلب کردی به یوراسیوز بدره. دیم سوال وقت هم دیم سوال است وقتی که یوراسیوز بدره همین قوم ملو در همین سری وظیفه میستن یا که علیش میشن؟ اما ما مردم این علیش کردن میتوانیم یا نه؟ سلامت باشه برادر. من خوشی میکنم به سوالهای شما مختصر جواب بدهم. شما سوال گذاشتید یکمی که کی ما از این غم و غصه و از این هجرت خلاص میشویم. ببینید برادر عزیز، برای آن که به این سوال شما جواب بگیرم باید ما رو بیاریم به یکی هم آیه کریمه از قرآن مجید که پروردگار میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی خداوند کار و زندگی و وضع هیچ ملت را تغییر نمیدهد مگر اینکه این ملت خودش بیاید وضعیتش را تغییر بدهد. و شاعر هم میگه که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت.
با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. خب وقتی که خداوند به ما میگوید که برای رها شدن از غم و غصه و هجرت و این همه مشقت چی باید کرد؟ یعنی خودت را تغییر بده که من کمکت کنم. وقتی که شاعر علامه اقبال، ده ها شاعران دیگر، متفکران ما میگن که ای ملت، ای انسان، بیا خودت اقدام کن، مبارزه بر، تلاش کن برای آزادی، برای رهاییت که بعد این آزادی بیاید. هنوز هم ما تاجیکان از دیگران سوال میکنیم که کی ما خلاص میشویم، کی از این غم و غصه. هر روزی که ما به خودمان سوال دادیم که امروز من شروع کردم به مبارزه، بدان که دیگر این آخری غم و غصه شما هست و اول آزادیتان. بنابراین برادر عزیز، جواب مختصری من این است که شما که امروز در این صحنه هستید، مبارزه را شروع کردید، فردا برادر شما، همسایه شما، خویش تبار شما، دیر نیست که انشاءالله اون روزی پیروزی نزدیک خواهد بود و ما و شما از این مشقت‌ها رها خواهیم یافت. و سوال دوم شما که به احتیاط یوراسیوز نیو یورو آسیا تاجیکستان کی می‌دارد و اگر درآید آیا باقی میماند یا نه، این دو مسئله از هم جدا هم برادر عزیز. شما میدونید که امام علی رحمان قریب 5-6 سال است که پافشاری داشت که به اتحاد یورو آسیا که به رهبری روسیه تشکیل شده است، در آن قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان و بلاروس اعضا هستند، وارد نشود. برای چی؟ برای آنکه اگر وارد این اتحاد گمرکی و اقتصادی شود، اون بعضی داد و گرفتایی که در داخل کشور دارد با راه پنهان کردن تاموژنه و نلاگ و پولشویی، اون کمتر می شود. من نمیگم که پورا از بین می رود، اما بالاخره وقتی که یک مال از مرز تاجیکستان و چین میگذرد، در اون سیستم کامپیوتری یگانه یوراسیا ثبت می شود و باید که ثبت شود و دیگر امام علی رحمان یا فرزنداش یا هر کسی دیگر از شرکت های نزدیک به خانواده نمی توانند اون مالها را پنهان کنند و پول تاموژنی را نسپارند. زیرا تا امروز شما ببینید در کدام سالی که من دپوتات پارلمان بودم، وقتی که مقامات چین گزارش دادند که مرز تاجیکستان و خیتای را در همون سال به مبلغ 1,700,000,000 دلار مال گذشته است. یعنی گزارش مقامات چینی بود. اما همون سال مقامات گمرکی تاجیکستان گزارش دادند که از مرز تاجیکستان و چین همگی به مبلغ 700,000,000 دلار مال گذشته است. یعنی 1,000,000,000 دلار گم شد. در استاتستیکای حکومت خیتای هست، در استاتستیکای تاجیکستان نیست. این 1,000,000,000 دلار کی مال وارد کرد خودتون دیگر میدونید. کدام شرکت، برای چی در گمرک خیتای ثبت شده است و در گمرک تاجیکستان؟ برای اون که در اینجا ثبت نکردن که پول گمرک رو نسپارند و این شرکت های تابع یک خانواده و یک گروه هستند. وقتی که وارد اتحاد گمرکی شد، حداقل بلاروس ها، روس ها، قرقیز ها میدونن که از مرز تاجیکستان خیتای چند مبلغ وارد شد. ولی بالاخره امام علی رحمان طاقت نکرد به این فشارهای پیوسته روسیه، زیرا حکومت روسیه گفت که اگر با ما هستی، شریک استراتژی هستی، از ما کمک نظامی میخوای، باید در این اتحاد یوراسیا باید که حتما وارد شوی و بالاخره من فکر میکنم که تحت فشارها و تاثیر وارد شد. اما فایده که از این وارد شوی به دست میاد یگانش به نظر من این است که به مهاجرین ما در روسیه کمک می شود و مهاجرین ما از این پتنت های علاوگی که امروز بر سر آنها هست خلاص خواهند شد. امیدوارم مثل قرقیزها، ارمنها پتنت و حق کار و فعالیت و زندگی در روسیه را آسانتر به دست خواهند آورد. اما این هیچ ربطی ندارد با آنکه اگر اینا وارد شدن، تاجیکستان وارد شد، حتما باید که کسی دیگر پرزیدنت باشد. نه، وارد شدن به اتحاد یوراسیا نه عمر حکومت امام علی رحمان را طولانی تر میکند، دراز میکند، نه کمتر. این از ما و شما وابسته است. قرقیزستان هم در اتحاد یوراسیا اعضا هست، ولی این پیش رای آن را نگرفت که مردم قرقیز اتنبایف را از قدرت دور کردند و جپرف را آوردند. اگر فردا مردم قرقیز که اعضای اتحاد یوراسیا است اگر بخواهد که جبارف را هم یا جپرف را هم عوض کند، عضویتش در اتحاد یوراسیا مانع نخواهد شد. این برمیگردد
وابسته است به رأی و به خواهش و به جسارت مردم قرقیز و تاجیک از روسیه و از عضویت در اتحادیه اوراسیا هیچ وابستگی ندارد. برادر عزیز، خب بفرمایید سوال دیگر. برادر گرامی، با یک چیز را من نمیفهمم که بخشی زیاد من سوادم کمی ضعیف است، سست است. من سوادی نه دینی دارم نه دنیوی دارم. بعد وقتی که همین اوراسیا همین تماجنی همین گذشته همین یک شدن دولت تاجیکستان با روسیه، همین حوزه که در تاجیکستان وظیفه فروشی و همین یک خانوادگی است، همین باقی ابدی میمونه یا که همین مردم برآمده با یگان وای علیش میشود؟ این ما پرزیدنت در نظر ندارم. مثلا دخترش بچهش این همین حکومتی که همین خانوادگی و اویلوی از سید مومن یتیموف از رمضان رمضان تا نویرا و ابیرا و کبیرش در همین لوبای وظیفه هستند، در کدام وظیفه نگی همین ابدی میمونن یا که همین علیشی دیگان نفگونی میشه با تاجیکستان؟ همین را ما یک شرط برادر گرامی. خب برادر عزیز، بار دیگر خیلی کوتاه و کوشش میکنم ساده شرح بدم. همین اتحاد اوراسیا، باز تکرار میکنم، روسیه هست، قزاقستان، ارمنستان، بلاروسیا و قرقیزستان. اینا خودشون کشورهای دموکراتی نیستند که در این کشورها حکومت‌ها از راه انتخابات عوض شود یا اینکه خانوادگی نباشد، منصب‌ها فروخته نشوند. در همین کشورها هم لوکاشنکو هم 28 سال شد یا 20 چند سال شد پرزیدنت است و از قدرت رفتن نمیخواهد. در قزاقستان هم وضعیت همون است، در روسیه هم همون. یگانه کشوری که یک کم و بیش در اونجا آزادی هست و مردم توانست پرزیدنت ها رو عوض کند ارمنستان و قرقیزستان است که هر دو هم عضو اوراسیا هستند. پس معنای آن را دارد که ما تاجیکان اگر عضو اوراسیا هم شدیم هیچ تأثیر بر آن نمیرساند که در تاجیکستان دیگر منصب ها خرید و فروش نشوند یا خانوادگی نباشد و عضویت در اوراسیا مانع این نمیشود، پیش روی ما را گرفتن نمیتواند که ما ملت تاجیک بیایم این حکومت خانوادگی را به انجام برسانیم، تمام کنیم و یک حکومت مردمی دموکراتی را به سر قدرت بیاییم. بار دیگر تکرار میکنم برادر عزیز، این وابسته هست به ما، به مردم، به ملت. ما عضو اوراسیا هستیم نیستیم، اگر اراده کردیم خواستیم حکومت خانوادگی را به انجام میرسونیم، خرید و فروش منصب و اولادی کردن رو به انجام میرسونیم. اما اگر ما این رو نخواهیم به همین شکل رفتن بگیریم، چی عضو اتحاد اوراسیا هستیم یا نیستیم هیچ فرق ندارد. برای من به شما مثال آورده استودم که در همین اتحاد اوراسیا دو نماد کشورها داریم. ارمنستان و قرقیزستان عضو هستند ولی حکومت‌هاش رو عوض کردند. بلاروسیا و روسیه و قزاقستان هم عضو هستند ولی هم حکومت‌های دیکتاتوری باقی مونده است. تاجیکستان هم عضو شود، اگر ما ملت خواستیم باز این حکومت رو عوض میکنیم، ولی اگر که نخواستیم 28 سال 29 سال شد رحمانوف در سر قدرت است ولی عضو اتحاد اوراسیا نیست، در قدرت ایستاده است کو، ولی اگر ما خواستیم اون رو عوض میکنیم. برای همین مسئله وارد شدن به اتحاد اوراسیا برادر عزیز مسئله اقتصادی هست، مسئله سیاسی نیست، به سیاست داخلی ما هیچ ربط نداره. امیدوارم که فهمانده باشم، اگر نه باز در دوره‌های بعدی انشاءالله با سوال بدید جواب میگم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو سوال دارم، تیز میتیم و وقت شما را به بینندگان رو نمیگیرم. так سوال یکم درباره برنامه برای چی در بین مردم رقم یک نه و رقم دو، تا جای من میدونم همه برنامه پیگیری میکنم، رقم یک شان ندیدم یا پراپوسکات کرده باشم. سوال دیوم، یک فکر در بین تمام مردم، چی مردم عادی یا چی مردم ناراضی از حکومت امروزه یا که از حکومت امروزه، فقط یک شعار بگیم، یک شعار در ذهنشون است. خب شاید این سوال بسیارا به شما داده باشند ولی میخوام یک جواب کنکریتی، یک وعده کنکریتی دید که این تمام مردم را قانع گرداند. مثلا امروز در فکر مردم همین است که اگر پرزیدنت عوض شود باز همون اولاد خود را سیر میکند تا تای خود را پر میکند، باز همین 30 سال میگذرد. خواهش میکنم یک وعده کنکریتی، من میدونم این سوال شاید چند بار جواب داده باشید، نه که یک وعده کنکریتی دید، یک گارانتی دید که بعد عوض شدن پرزیدنت امروزه همین وضعیت تکرار نمیشود. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز اسکر. ببینید این برای چی برنامه دیوم نام شد؟ برای آنکه
پیشتر من یک برنامه سوال و جواب با مردم داشتم و این دوم هست و شاید که به همین خاطر مسئولین این برنامه این رو برنامه دوم گذاشتن ولی ما دیگر دنبال رقم نباید باشیم، ببینیم که محتوای اون چی است. و اما سوال دوم شما خیلی سوالی مهم است برادر عزیز. من چرا این وعده رو به مردم با تمام مسئولیت و قاطعیت میدهم که اگر ما چی من باشم چی هر کسی دیگر از پیمان ملی تاجیکستان به سر قدرت بیاید، این وضعیتی که الان در تاجیکستان است که خرید و فروش منصب، اولادی و خانوادگی کردن منصب، فساد و رشوه‌ستانی و از حساب بودجه و مردم میلیاردها جمع کردن پرزیدنت و خانواده‌اش، اینها تکرار نخواهد شد بلکه این کاملا از بین خواهد رفت. برای چی؟ خیلی دقت کنید دوستان عزیز. برای آنکه اولش که من و دوستان ما، برادران و خواهران ما در پیمان ملی تاجیکستان این را یک مصیبت میدونیم، این را جنایت و خیانت میدونیم و چنین برنامه نداریم. این یکم، یعنی در برنامه ما، در تفکر و جهانبینی ما از لحاظ شریعت، دین، دموکراتیا، کنستیتوسیا، حقوق بشر، دولتداری ملی این گونه مصیبت ها جای ندارد. اما دویم این که اگر خدای نکرده بالفرض یگان نفر هم وعده خلافی کرد یا دیگر فتنه منصب و مقام و اینها تأثیر رساند و همون طوری که رحمان در اول کار وعده کرده بود که من یک شیم و کستوم دارم، یک برادر تراکتورچی، دیگر هیچ کس ندارم، یک بچه دهقان هستم، بعد یک بار حالا خود را قریب که خدا تصور کرده است و میگه انا الحق، من هر چیزی که خواستم همون میکنم، هیچ کس باید زیدی من گپ نزند، از قدرت نمیروم. دیگر شاید که یگان انسان دیگر هم بیاد و بعد وعده خلافی کند. این نکته خیلی مهم است. ملت عزیز، برادران عزیز، ملت باید دیگر اجازت ندهد، شما باید اجازت ندهید، ما یک جای باید دیگر به هیچ کس اجازت ندهیم که این مصیبت تکرار شود. یک نفر با وعده های بسیار زیبا ولی خشک و خالی بیاد به سر قدرت، بعد 20 سال 30 سال در قدرت بماند، خانوادگی کند، کنستیتوسیا را تغییر بدهد، میلیاردها را بدزدد. بنابر همینجا دو نکته خیلی مهم است، دو عامل. یکی این که این انسان خودش از لحاظ فکری، اعتقادی و برنامه‌ریش باید سالم باشد، درست فکر کند، این وعده را بدهد قبل از رسیدن به حاکمیت که ما در پیمان ملی این وعده را داده ایستادیم قاطعانه. دوم این که باید مکانیزم های جدی باید در بین ملت در کشور راه اندازی شود که به هیچ کس اجازت ندهد، نه به من نه به کسی دیگر. برای همین من در برنامه گفتم، در برنامه پیمان ملی تاجیکستان، که هر کسی که پرزیدنت آینده میشود باید در 100 روز اول، یعنی 3 ماه اول، در نزد ملت بیاد گزارش بدهد، نه اینکه پیام بدهد، گزارش بدهد که در این 100 روز چی کار کرد از اون وعده هایش و چی برنامه دیگر برای 100 روز آینده دارد. اگر ملت دید که این آدم در همین 100 روز اول صمیمانه رفتار کرد، وعده خلافی نکرد، اجازت بدهد که باز سال اول و سال دوم رو تمام کند. اما به هیچ وجه یک نفر اولی که بعد از این تغییر حاکمیت به سر قدرت می آید باید از یک دوره بیشتر حاکمیت نکند. کنستیتوسیا اجازت بدهد که نفر بعدی 2 مرتبه 4 سال بعد یا 5 سال بعد انتخاب شود، مثل که در تمام دنیا است. اما کسی که بعد از رحمانوف، بعد از این حکومت خانوادگی به سر قدرت میاد، همگی 1 مرتبه این نفر باید که تغییرات کنستیتوسیونی را جاری کند، شرایط حقوقی و سیاسی را برای انتخابات ها و برای یک حاکمیت ملی بعدی آماده کند. شاید که 3 سال 4 سال زمان میبرد، اما خودش در انتخابات اولین دموکراتی حقی در انتخابات شرکت کردن رو دیگر نداشته باشد. همین قدر خدمت را این آدم برای ملت کند کافی است. 3 سال 4 سال ملت را آماده کند که بعد از اون هر کسی که می آید 2 دوره پرزیدنت باشد، از اون بیشتر دیگر با هیچ بهانه نتواند کنستیتوسیا را تغییر بدهد. رحمان فوری بهانه‌ای که من به ملت خدمت میکنم، ازبکستان تهدید دارد یا بهانه‌های دیگر، 3-4 مرتبه مدت پرزیدنتی خود را تمدید کرد که به این دیگر اجازت داده نشد. برادری عزیز، آیا بیشتر از این دیگر یگان کس میتواند وعده بدهد؟ حالا من شخصا دیگر نمیدونم. اگر شما یگان راه دیگر، روش دیگر رو داشته باشید، با ما مشورت بدید، مصلحت بدید، حتما در
صحبت‌های بعدی از اون استفاده خواهیم کرد. برادر عزیز بفرمایید نفر بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم مدیر السلام. خوب نفر محیدین کبیری و سلام شما و کل بینندگان میرسانم. سوال ما همیه که در 6 ماه آینده مثلا در مبارزه شما چی پیشنهاد داریم با مردم؟ و ما یک پیشنهاد دیگه ما همیه که ما باید در 6 ماه همی اول باید قدم‌های جدی بندازیم. یکی از همین خونخوروی ملت یعنی رمضان رحیمزاده و صمیمین یتیمov ایکار بگیریم به پایده مردم و یک کسی مردمی را در جای همه باید در همین 6 ماهی اول. سلامت باشه برادر عزیز، برادر مهاجر. ببینید خیلی سوال خوب دادید که در این 6 ماه آینده با مردم چی توصیه میدیم که چیکار کنند. توصیه من با مردم، با شما، با ملت عزیز این است که همین روند بیداری و سوالگزاری که در سال 2021 شکل گرفت این را باید ادامه داد. همین روند صحبت کردن، نترسیدن در شبکه‌ها، در صحبت‌های آنلاینی برآمد کردن و این از همه مهمش این معلومات‌هایی که درباره قانونشکنی، دزدی و فسادکاری از طرف مسئولین و رسانه‌ها باید روان کرده شود. نترسید دیگر. همین حادثه بدخشان نشان داد که اگر مردم حق خود را طلب کند ملت در پهلویش قرار خواهد گرفت. ما رسانه‌ها، اپوزیسیا، مردم داخل نابسته از آن که از کلاب است، از زرافشان است، از خوجند است، از کجای باشد در پهلوی مبارز خواهد ایستاد. در 6 ماه آینده ما باید این روند را قوی‌تر کنیم، بیشتر کنیم. اما این که ما نزد خود وظیفه بگذاریم که یک وزیری مثلا جنایتکار مثل رمضان رحیمزاده را عوض کنیم، با جایش یک وزیر دیگر بیاد، اما رحمانوف در قدرت باشد، همین سیستم دولتداری در قدرت باشد، با جای علی ولی بیاید، چی تغییر میکند؟ خب یک نفر دیگر رو میارن، خب ما با همین آرام شویم که خب این وزیر مثلا جنایتکار رمضان رحیمزاده رفت یا یتیم رو از منصب گرفتن. خب سیستم وقتی که تغییر نکند، سیاست تغییر نکند، باز اینش 4 سال 5 سال 10 سال دیگر باز این مردم رو غارت میکند، تجاوز میکند، فشار میارد، حق مردم رو پامال میکند، هیچ تغییراتی نمیشود. ما باید آمادگی بینیم در این 6 سال 1 سال آینده تمام این سیستم دولتداری فساد زده و غیر مردمی رو عوض کنیم. از خود پرزیدنت شروع کرده تا وزیران اساسی که این مصیبت رو بالای سر ملت آوردن. بنابر همین باید که هدف کمتر کلانتر باشد و همت رو کلانتر بگیرد. با این یک وزیر و یک چند تا جنایتکار محدود نشود باید برنامه ما، بلکه سخن درباره تغییرات کلی مردم، ملت و کشور می رود. حتی ببینید اگر ما پرزیدنت امام علی رحمان رو هم عوض کردیم، با جایش یک نفر دیگر بیاد که مثل امام علی رحمان کند یا 2-3 سال اول خود را مردمی وانمود کند و بعد دست بزند به همین جنایت‌ها، با ما چی فایده؟ با مردم چی فایده است؟ هیچ فایده نخواهد داشت. بنابر همین در این 6 ماه آینده، 1 سال آینده ما باید همین روند بیداری را ادامه بدهیم. برادر عزیز خودش ببینید سال 2021 از سال 2020 بهتر بود در مسئله بیداری مردم. سال 2022 اگر باز بهتر و خوبتر شد، خود مردم ملت میبیند که ما الکی به اون روز قیام مردمی و روز عمل نزدیک شده ایستادیم. بنابر همین ما دیگر باید که وقت 6 ماه و 1 سال نگذاریم، بلکه اون دینامیکای بیداری مردم رو در یک روند طبیعی و در یک حالت طبیعی باید پیگیری کنیم. تشکر زیاد برادر عزیز. خب برادر کسی از دوشنبه اگر گفتنی داشته باشید بفرمایید. خب برادر دوشنبه نیست، نوبت رو به دیگر کس بدید. خب الکساندر بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. من با شما 3 سوال دارم. یکم سوال، اگر شما پرزیدنت شوین چی میکنین؟ پارلمنت علیش میکنین مثال، یا نارودی میشه یا خلقی چی میشه، پارلمانی میشه؟
این یکم سوالم. سوال دوم سوالم، شما یکمین اولین پیشتون به کدام دولت می روید؟ سوال سوم، شما برادر تراکتوریست ندارید؟ случайно. سلامت باشه. خب شاید سوال سومتون شوخی بود، ولی به هر صورت سوال خوب و سوال نمکدار بود. اگر من پرزیدنت شوم یا هر کسی از پیمان ملی، من گفتم پیشتر که در اولین کاری که ما میکنیم یک شورای ملی تأسیس داده می شود که در اون شورا نمایندگان همه قشرهای جامعه، چه کسانی که امروز در حکومت هستند و دست به جنایت‌های سنگین نزدند و چه کسانی که در اپوزیسیون در مخالفت هستند، از مهاجرین، یک شورای ملی تشکیل کرده می شود که در این شورا ما مسئله وارد کردن تغییرات الهه به قانون اساسی را خواهیم دید و این چنین ساختار حکومت آینده را برای دوره گذریش باید معین شود که در اون چه کسان وزیر باشند، برای چند سال و در نزد این حکومت دوره گذریش چه وظیفه ها خواهد ایستاد. ولی من باز تکرار میکنم که این شورای ملی باید در 100 روز اولین کاری که میکند باید گزارش بدهد و کسی که حالا مسئولیت اول رو دارد چه در کدام مقام باشد، این مقام را بعد خود شورای ملی معین میکند که آیا به حیث رئیس شورای ملی میشود در این دوره گذشته یا هر نامی را که خود این شورای ملی معین میکند باید در 100 روز اول گزارش بدهد و قدم به قدم اون دوره مرحله گزارش و انتقالی را باید که مدیریت کند با مشارکت و همکاری مردم. اما وضعیت یا که تقدیر پارلمان اینا چی میشه؟ ببینید دوستی عزیز، پارلمانی که امروزه عمل میکند این پارلمان ملی نیست. من 10 سال در این پارلمان کار کردم، در اون شب و روز یک مقدار صدای نیم مستقل شنیده میشد، چه از طرف ما، از طرف شبدالوف یا دپوتات های دیگر. ولی دیگر در این 5-6 سال اخیر خودتون دیگر شاهد بودید که در اونجا کیها نشستند و دیگر تقدیر این پارلمان معلوم است و نباید ملت در آینده چنین پارلمان داشته باشد. باید پارلمانی باشد که اون در یک انتخابات شفاف از طرف مردم انتخاب شود، بگذار کسانی هم راه یابند که آنها بر فکر و اندیشه و سیاست‌های حکومت راضی نباشند، آشکار تنقید کنند. به همین خاطر پارلمان است. بنابراین نگاه ما با پارلمان آینده این است. اما سفر اول من اگر پرزیدنت شدم به کدام کشور خواهد بود، این را دیگر وابسته به منفیت ملت و دولت باید معین کرد که در اون شب و روز از ملت، از مردم تاجیک کدام کشور اولین شده پشتیبانی میکند، اعتراف میکند و برای این سفر به ملت و به کشور ما چی فایده میرساند. این میتواند هر کشور دلخواه کشور باشد، این را دیگر نباید سیمپاتی شخصی پرزیدنت معین کند. میتواند این روسیه باشد، میتواند یگان کشوری همسایه ما باشد یا اینکه کشوری بیرون از اسنگو باشد. ما از حالا یگان برنامه نداریم که سفر اولی ما کی میشود. این وابسته به منفیت و به شرایط همون روزه هست که کدامش به نفع ملت ما خواهد بود. خب اما درباره اون که من برادر تراکتورچی دارم یا نه، تراکتورچی نه، برادر تراکتورچی ندارم، اما خدا را شکر که چند برادر دارم که داملا اکاشه را بسیارا میشناسند. برادر دیگرم سفرعلی که هنوزم در تاجیکستان هست، با زندگی خودش مشغول است، زیر فشار و خیلی اذیت کشیده ایستاده است و تا امروز با برادر خودم اینک نزدیک 6 سال می شود یگان مراتبه حتی تلفنی هم صحبت نکردم، اجازت ندارد، حتی تلفن هم نمیگرداند چون خیلی فشار آوردن و برادر من در همین حال است. برادر دیگر هم مهاجر هست و شاید اشاره شما با اون بود که من درک کردم که خب امام رحمان گفت من یک برادر تراکتورچی دارم که دیگر الان دیگر این خانواده اولاد تمام تاجیکستان را پیچانده گرفته است. من یک مثال آورده بودم در کدام صحبتم که مثل زهر پیچک یک نمود علف است که در بدن یک بوته گل یا درخت میپیچد. اون درخت ممکن در یک سال همگی 1 متر قد میکشد، ولی زهر پیچک در یک هفته از درخت هم
قدش بالاتر میشه، زیرا از اون نیروی درخت یا بوته جبیده میگیرد. و حالا هم خیلی شد یک دهقان بچه با یک برادر تراکتورچی، حالا دیگر معلوم شد که یک خانواده بزرگ، تمام اقتصاد، سیاست، حتی تا سفیر و وزیر و رئیس کم بود، دیگر حالا دیپلمات ها و سفیران هم دیگر از همین خانواده شده ایستادن. و شاید اشاره شما بود که یک نفر با یک تراکتورچی کرد، اگر کبیری با این 7-8 برادر و خواهر و با این قدر جیان و خش و تبار بیاید چیکار میکرده باشد؟ آیا ملت به چه حال گرفتار میشود؟ من سوال شما رو فهمیدم. اما ببینید، اگر یک نفر بی‌وجدان باشد، خودش تنها هم باشد، ملت رو به یک مصیبت گرفتار میکند. اما اگر یک نفر خیلی خانواده بزرگ داشته باشد و ولی با وجدان باشد، پاک باشد و برنامه درست داشته باشد، دیگر جای اون خانواده و اولاد و خویش تبار رو معین میکند که در کجا باشند. من بارها به همه برادران و خواهرانم گفتم که شما در این روز مصیبت و سختی ملت در پهلوی من باشید، در حیز، در پیمان، در مبارزه مرا کمک کنید، شریک شوید. زیرا اگر تا برادران و خواهران و خویش و تبارم در پهلوی من در مبارزه نباشند، مردم میگن که وقتی که خویش تبار و برادراش در پهلویش نیستن، پس او در مبارزش حق نیست، پس در راه درست نیست. اما وقتی که وضعیت تغییر کرد و ما به سر قدرت آمدیم، باید اولین کسانی که از مقام و منصب دست میکشند همین برادران و خویش و تبار من هستند که امروز در روز دشوار در پهلوی من ایستادن، زندانی شده ایستادن، از مالکیت محروم شده ایستادن، از وطن محروم شدن، برای اینکه به خاطر مبارزه است. اما وقتی که وضعیت تغییر کرد، منم این وعده رو میدهم، با اونا هم گفتم، اعلام کردم که یگان نفر شما در منصب‌هایی که تعیینی هست از طرف من یا یگان نفری از پیمان ملی شما تعیین نخواهید شد. اما کار تجارت، کار استاد دانشگاه، یک کار انتخابی دیگر این شما هستید و مردم و ملت و هنرتون. اما با امضا مثلا سفیر، وزیر، رئیس یک ولایت که با امضای پرزیدنت تعیین می شود، مثل که امام علی رحمان دختری خود را رئیس دستگاه و پسرش را مثلا رئیس شهر و دختر دیگرش را سفیر و دامادش را وزیر و بانک اینا تعیین میکند، نباید این کار صورت بگیرد. من این وعده را به ملت انشاءالله که در اینجا از این منبر خواهم داد. خب بفرمایید برادر دیگر یا خواهر، هر کسی باشد. سلام علیکم جناب محیدین کبیری. و علیکم سلام. ما یک اطلاع دارم و میخوام بدتر سوالات کنم. امروز بدخشان در محاصره اقتصادی و سیاسی و حربی و یعنی کمونیکاسیونی وجود دارد و چطوری که شما اطلاع دارید مردمی که اعتراض کردن به نزد حکومت آمدن و خواستهاشون این یک اعتراض استخفایی بود و حکومت به جایی که درد آنها رو گوش کند و آنها رو تیرباران هم کرد و کشته و زخمی به جا آورد. حالا که در دولت‌های دموکراتی این خیلی اعتراض‌های استخفایی را خطیب به واسطه آب پاش میدن و در میاد یا که دودا چی میپرتوان کو دموی شاشکی یا که خطیب پلاستیکوی پول میگن کو. لیکن حکومت تاجیکستان خلق ناچار رو تیرباران کرد و بیوی پاترون اینقدر آدم قتل کرد، اینقدر زخمی کرد. خب سوال من این است که آیا شما همین درد و صدای همه ملت رو با واسطه خودتون که در اروپا هستید با تشکیلات‌های بین خلقی و شورای آبیسی و دیگر تشکیلات‌های بین خلقی حقوقی دنیا رساندید یا نه؟ سلامت باشه برادر عزیز. ببینید برادر، حالا یک سوال خطی دیگر هم اینجا وارد شده بود، در اول صحبت به من دادن، با موضوع بدخشان ربط داشت. من راستی یادم رفته بود است وقتی که در موضوع بدخشان صحبت کردید به یادم رسید. حالا این سوالم بخوانم خوب است، چون اگرچه از طرف مقابل داده شده است ولی یک ربطی به موضوع بدخشان دارد. این نفر پرسیده است که شما برای چی یک پارچگی تاجیکستان رو نمیخواهید؟ یعنی من یک پارچگی تاجیکستان رو نمیخواستم. چند بار شد طرفدار خودمختاری
VMKB میکنید، یعنی ولایت مختار کوهستانی بدخشان. با دولتداری کردنیت، باز دولتداری کردنیت شما چی بند نمیمونید پیشوای ملت یک مسئله رو حل کند. همین پرابلم حل شود به منفعت مخالفان هم می شود. التماس سوال ما رو رسانید، این حقارت نکرده سوال داده ایستم. ببینید مادامی که این نفر سوال داده است پس معلوم شود که منظورش این است که ما درباره بدخشان گپ زده ایستادیم، فعالیت کرده ایستادیم و این برادر فکر میکند که ما یک پارچگی تاجیکستان رو نمیخواهیم و برای چی؟ برای اینکه ما طرفدار خودمختاری بدخشان هستیم. و شما هم سوال دادید که ما در این شب و روزهای دشوار مردم بدخشان چی کارهایی کرده ایستادیم که آیا صدای این مردم رو به سازمان‌های بین‌المللی میرسونیم یا نه. اگر ما کار نمیکردیم، فعالیت نمیکردیم، صدای مردم رو به گوش جهان و داخل و خارج نمیرساندیم، ما رو به این متهم نمیکردن که ما یک پارچگی تاجیکستان رو نمیخواهیم و ما طرفداری جدا شدن مثلا ولایت بدخشان از تاجیکستان هستیم. وقتی که من در صحبت قبلی هم گفتم که من نه تنها طرفداری خودمختاری ولایت بدخشان هستم که این معیار کنستیتوسیونی هست. اتفاقا این معیار کنستیتوسیونی تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است. یعنی این نه دوران معیار دوران استقلالیت است و نه این حالا به خواهش کسی ربط دارد. این در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ثبت شده است و هر کسی مخالف خودمختار بودن ولایت بدخشان هست مخالف کنستیتوسیون هم هست، مخالف کنستیتوسیون تاجیکستان. اما من نه تنها طرفدار خودمختاری بلکه طرفدار آن هستم که خودمختاری بدخشان بیشتر شود، قوی‌تر شود، فقط در بالای کاغذ نباشد. خودمختار بودن یعنی چی؟ یعنی مردم محلی در مسائل اقتصادی، فرهنگی، در مسائل اداره ولایت بدخشان مختاریت داشته باشند. از دوشنبه از پایتخت هیچ دستور برای آنها نشود. مسئله خودمختار بودن این است که رئیس ولایت را هم از دوشنبه تعیین کنند، رئیس امنیت را هم، پروکورور را هم، رئیس سود، نچلنیک میلیتیا را هم تا معارف و همه منصبدارها را، رئیس ناحیه ها را از دوشنبه پرزیدنت تعیین کند. بعد نام این ولایت را مانیم ولایت خودمختار. ولایت بدخشان از سوق چی فرق دارد؟ از ختلان چی فرق دارد که همه کار را دوشنبه انجام بدهد باز نامش رو بگیم که این خودمختار است؟ نه، اصلا هیچ بوی از خودمختاریت در ولایت بدخشان امروز نیست. معیار خودمختاری بدخشان طبق کنستیتوسیون پامال شده ایستاده است، رعایت نمیشه. من طرفداری عملی شدن معیار کنستیتوسیونی هستم. اگر ببینید اون کسانی که میترسن که اگر ما با بدخشان خودمختاری بیشتر بدهیم بدخشان از ما جدا می شود، نه، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چنین معیاری رو پیش بینی نکرده است و هیچ کس جدا شده هم نمیتواند، هیچ کس اجازت هم نمیدهد که یک پارچه خاک تاجیکستان از تاجیکستان جدا شود. منظور از خودمختار بودن خودمختاریت فرهنگی است، زبانی هست، مذهبی هست، اگر در مسائل شخصی باشد، اقتصادی هست. چرا باید یک تاجری مثلا بدخشانی باید لیسانس را از دوشنبه بگیرد؟ اما این به معنای جداگی سپاراتیسم نیست. پیمان ملی تاجیکستان شدیداً مخالف همه گونه اندیشه و عملهای سپاراتیستی و جدایی‌خواهی در قلمرو تاجیکستان خواهد بود و شدیداً مبارزه خواهد کرد. دوستان گرامی، اگر ما در تاجیکستان یک وطن بسازیم، وطن آباد، پیشرفته، دموکراتیک، هم بدخشانی، سغدی، فیض‌آبادی، کلابی، رشتی، دوشنبگی خود را صاحب وطن بداند، خود را آزاد بداند، خود را صاحب این ملک و این حکومت بداند، برای چه از تاجیکستان باید جدا شود؟ در سر او فکر جدا شدن از تاجیکستان بیاید. نه تنها هیچ کس در فکر جدا شدن از تاجیکستان نمی افتد، بلکه تاجیکان دنیا در افغانستان، در ازبکستان، در سراسر دنیا اونها تلاش میکنن که جزئی تاجیکستان باشند. تاجیکستانی که از اونها حمایت کند، پیشرفت اونها را تامین کند، آزادی اونها را تامین کند، او با فخر بگوید که من شهروند تاجیکستان هستم. تاجیکان امروزه، شهروندان امروزه تاجیکستان، نه تنها بدخشانی ها، کلابی و سغدی و دوشنبگی، میدونید که هر روز چقدر شهروند تاجیکستان
از شهروندی تاجیکستان دست میکشد شهروندی روسیه میشود، شهروندی قزاقستان میشود، ترکیه میشود، آلمان میشود. همه اونا بدخشانی نیستند، اونا هم اکثریتش باز از منطقه‌های دیگر هستند. برای چی از این وطن میگریزن، شهروندی دیگر را قبول میکنند؟ برای که این وطن اونها را نه حمایت میکند، نه معاش خوب میده، نه آزادیش رو تامین میکند. خب ما چرا؟ این هم یک نمود سپاراتیسم است، این هم جدای خواهی است. یک انسان مجبور میشد که از وطن اجدادی و بابایش دست بکشد به خاطر اقتصادیات و کار و پول برود شهروند روسیه شود. چرا ما این رو مصیبت نمیدونیم، این رو فکر نمیکنیم؟ آیا مادام چند تا از بدخشانی که حالا در عصبانیت گفت، در کجای به طور فردی گفت که ما تاجیک نیستیم یا تاجیکستانی نیستیم، از تاجیکستان جدا میشیم، اگر گفته باشدم خب همین رو عملا کلابی کرده ایستاده است، سوغدی کرده ایستاده است، دوشنبگی کرده ایستاده است، از شهروندی تاجیکستان دست کشیده ایستاده است. ما باید اینجا نگران باشیم، باید وطنی بسازیم که همه با فخر بگن که من شهروند تاجیکستان هستم، میخواهم که منطقه من تاجیکان اون طرف مرز، اون طرف آبم آرزوی در تاجیکستان زندگی کردن رو کنم. اما برگردیم شخصا به سوال شما برادر عزیز. من نمیخوام در اینجا حالا پیش از آن که حادثه شود یک حرف بزنم. مطمئن باشید که ما صدای شما رو به سازمان‌های جهانی رسانده ایستادیم. ماه انور، شاید ماه فوریه ان شاء الله باز چند تا چاره‌بینی سطح جهانی در نظر هست که در آنجا قضیه بدخشان مطرح خواهد شد و من شخصا خودم شرکت خواهم کرد. حالا برای آنکه باز خلل وارد نشود و باز این دخالت‌های دیپلماتی از طرف حکومتداران نشود، در اینجا نام نمیبرم، ولی انشاءالله که اون نشست‌ها و اون چاره‌بینی‌ها برگزار شد خودتون شاهد خواهید شد که مردم و ما هم از اون جمله بدخشان را فراموش نکردیم، نخواهیم کرد و بدخشان، قضیه بدخشان از مسائل پریوریتی اولویتناک پیمان ملی تاجیکستان بود و خواهد ماند انشاءالله. ببخشید جناب کبیری، یک سوال دیگر دارم در اومد گپ شما در مسئله سپاراتیسم و بدخشانی و هیچ وقت جدا شدنی نیستیم و جدا هم شدنی هم نیستیم، در فکرش هم نیستیم، ما تاجیکیم و در یک جزئی تاجیکستان هستیم. لکن یک پرابلم ما را کمتر وادار کرده احساس امروز چطوری که میبینید خطای یک اکسپانسی اقتصادی دارد و تمام دنیا قرض میدهد و در عوض قرضش پول نمیگیرد، تریتوری میگیرد. آیا شما در آن فکر نیستید که امروز با چپ و راست قرضهایی که به تاجیکستان داده ایستاده است و اگر یادتون باشد در دوران شوروی خطای تریتوریال پرتنزی با حکومت سوویتی داشت، ایمنا درباره بدخشان که بدخشان این سرزمین خطای است در دوره حکمرانی تن، یعنی یک شایگری دوره امان چی بوده است. و امروز که همین پولهایی که به چپ و راست به تاجیکستان داده است، آیا شما فکر نمیکنید که همین بدخشان یک وقت از تاجیکستان جدا میشد؟ خطای میگیرد، در با زوری میگیرد در عوض قرضش. من منظورم است. نه انشاءالله که دیگر من فکر نمیکنم که ملت تاجیک آماده باشد که دیگر یک وجب خاک تاجیکستان رو به کسی بدهد. البته شاید که در ذهن و در فکری کدام کشور دیگر، حالا چین یا هر کشور دیگر این باشد، برای همین آنها تلاش کرده ایستادن که هر چقدر که امکان دارد حکومت رحمانوف را پشتیبانی کنند که رحمانوف هر چقدر که بیشتر در سر قدرت باشد اونا چند امتیاز میگیرند، چند شانس پیدا میکنند. یکی تاجیکستان بیشتر قرضدار میشود، مجبور است که از چین یا از کشورهای دیگر قرض بیشتر بگیرد، در قرض بغوطد و بعد از راه آنکه قرضدار از تاجیکستان در عوضش زمین بگیرند یا کندنی های فایده‌ناک. ما باید کار کنیم که این مدت طولانی بد نشود. اگر 5-10 سال دیگر واقعا هم رحمان در سر قدرت باشد، هم حجم قرض‌های بیرونی تاجیکستان زیاد می شود، بخصوص در برابر چین، در نزد چین، و بعد دیگر هر کسی هم که سر قدرت آمد باید این قرض رو برگرداند و اگر در سازشنامه بین دولتی این گونه رحمانو ثبت کرده باشد که اگر قرض رو برگردانده نتوانست در عوضش زمین بدهد، برای حکومت بعدی واقعا خیلی خیلی کارش دشوار می شود که دیگر چگونه این زمین را حمایت کند و چگونه قرض را برگرداند. بنابر همین مسئله تغییر حاکمیت
و هر چه زودتر از این وضعیت متهم بودن تاجیکستان نزد کشورهای خارج خلاص شدن یک مسئله استراتژی هست که زمان وقت بر ضد ما کار کرده ایستاده است. یعنی من به این گفتنی نیستم که ما حاضر بیایم فردا پس فردا شروع کنیم اقدام کنیم برای تغییر حاکمیت، یک کار ناسنجیده و ناپخته نه. اما این را فراموش نکنیم که هر سال حکومت رحمانوف یا این حکومت امروزه به معنای آن است که همون قدر بیشتر ما قرضدار میشیم همچون ملت و دولت، همون قدر متهمی ما در آینده و حتی گروگان بودن زمین های ما در نزد خارجی ها بیشتر خواهد شد که دیگر دفاع کردن از زمین برای ما خیلی دشوار میشد که بعد اون وقت باید که در با بهای یا با خون یا با تلفات بیشتر باید از زمین دفاع کنیم. امروز ما شانس داریم که با یک تغییر حاکمیت از وطن و سرزمینمون دفاع کنیم. من ببینید مسئله این نیست که فقط زمین بدخشان را میدهند، اگرچه من سال وقتی 2009 وقتی که راتیفیکاسیون میشد یا کدام سال بود یادم نیست حاضر، همین سازشنامه با خطای وقتی که من مخالفت کردم، یکی از وکیلان از حزب خلق دموکراتی، حالا نام نگیرم برای آنکه باز چی نشود ناراحت نشود، گفت که برای چی خودت مخالفت میکنی در این مسئله؟ آخه ما این زمین از بدخشان دادیم که از اونجا به اینم اینا دیر یا زود در فکر جدا کردن اون زمین از تاجیکستان هستند و حالا دیگر ما در عوضش قرض میگیریم و اون به تاجیکستان زیاد ربط ندارد. یعنی ببینید که در فکر بعضی از مقامات امروزه تاجیکستان الکی بدخشان بیرون از تاجیکستان هست و آماده هستند که در زمین رو از شتای بدخشان بدهند یا که یک زمین یک کشور بیگانه رو میداده باشند. خیلی خوب شد برادر عزیز که شما امروز در اینجا با صدای بلند گفتید که ما بدخشانی ها در فکری جدا کردن زمین از تاجیکستان نیستیم و این از زبان بدخشانی صدا داد. خیلی خوب شد و شما هم بدانید که یگان نفر این کار رو اجازت نخواهد داد، ولی ما باید دیگر حکومت آینده باید هر یک وجب خاک بدخشان را خاک تاجیکستان بداند، همون طوری که هر بدخشانی خاک اصفهان و خاک کلاب و دوشنبه را خاک خودش بداند. انشالله من باور دارم که با این روحیه ما میتوانیم که زودتر به یک نتیجه برسیم و دیگر به کسی اجازه ندهیم که یک وجب خاک تاجیکستان را هم تصرف کند. سلامت باشید برادر عزیز. خب برادر وطندار بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خب سوال من همین است که بعد مردن همین یا که از بین رفتن همین حکومت حاضره تقدیر مردم در دست خودش می شود یا که نه؟ یکم سوال است. و دویم سوال من همین است که دیگه دولت ها را ای حاضر قانع کنیم، مثلا خصوصا به شما ربط داره که دیگه به همین دیکتاتور مثال قرض ندهند دیگه، زیرا که یک دیکتاتور از ظالم است، همگان میدونن، همه ارگانیزاسیون خارجی میدونن، با برای چی در برابر دانستانشون با کمک ها مثال قرض های برزیاد میتونند علیه مثال تاجیکستان. سلامت عزیز. بله اگر که حکومت تغییر یافت تقدیر ملت در دست خودش می شود، ملت دیگر خودش آزادانه پرزیدنت انتخاب میکند، رئیس ولایت، رئیس ناحیه انتخاب میکند، سودیه رو انتخاب میکند، پارلمانت رو خودش انتخاب میکند و هر وقت دید که این پرزیدنت و این حکومت و این رئیس شهر و ناحیه به نفع مردم کار نکرد، در انتخابات بعدی او رو تغییر میدهد، همونطوری که در تمام جهان متمدن این هست. بنابر همین دیگر شک نکنید در این مسئله که ملت تقدیرش رو به دست خود خواهد گرفت. اما در مسئله قرضها ببینید ما نمیتونیم با کشورهای خارجی بخصوص اروپا و امریکا و بانک جهانی بگیم که به تاجیکستان دیگر قرض ندهید، برای آنکه بعضی قرضهای امتیازناک هست که برای ملت ما لازم است. وقتی که اونها برای ساختن مکتب و بیمارستان و راهها و برای مثلا اصلاحات در سیستم شبکه آب تامین کنی شهر دوشنبه، اصلاحات ساحه معارف تندرستی صرف می شود، چرا تاجیکستان قرض نگیرد؟ چون این یک قسم از این قرضها گرانت‌های به بازگشت هست و خیلی کمک میکند به ملت ما. اگرچه
50% و حالا خودی سازمان‌های بین‌المللی گفته ایستادن که از روی حسابات آنها از 30 تا 50% این مبلغ‌ها دزدیده می‌شود، ولی باز 50%ش بالاخره به همون مردم صرف می‌شود، به معاش کسی می‌شود، در راه و در اینو صرف می‌شود. اما وقتی که سازمان‌های بین‌المللی و امریکا اروپا به حکومت تاجیکستان قرض ندهند، امامعلی رحمان میرود از خیتای قرض میگیرد، همین پول رو از خیتای قرض میگیرد و شما میدونید که خیتای یا که کشورهای دیگر چگونه قرض میدهند. در عوضش گفتیم برادر قبلی بدخشانی که مثال یا زمین یا کندنی های فایده ناک، اما وقتی یک اروپایی قرض میدهد در عوضش فقط فایز قرض را میگیرد و اون مبلغ هایی که از خودش هست و 1% رو باید که حکومت تاجیکستان برگرداند. اما یک اروپایی، یک امریکایی، یک کشوری که با ما هم مرز نیست، او در عوضش زمین نمیگیرد. بنابراین به هر صورت من طرفدار آن هستم که در مسئله قرض خارجی یک توازن با وجود بیاد. حکومت تاجیکستان همه قرضا را از کشورهای همسایه و نزدیک نگیرد، بلکه اون حداقل مثلا 5%، 10% رو بگیرد، باقیش رو تقسیم کند با دیگر کشورها. امروز بیشتر از 50% قرض خارجی تاجیکستان از یک کشور است، از چین، که این واقعا هم برای ما تهدید استراتژی هست، برای اقتصاد ما، برای استقلالیت ما، ولی متاسفانه این سیاست حکومت تاجیکستان به همین بود. خب دوستان دیگر اگر سوالی باشد بفرمایید. برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. دوست سلامت خوب است تنجه مبارک در همین کاربار دولت ما یگان بهبوده نیست، فقط ذکر استاد یا تشمنم کار کنم. این هازی من صورت عبرتش کردم میگیرم و هم صورت نشونار میدم. این صورت کی است برادر؟ دیدی؟ بله کم کم میبینم، ولی یک صورت کی هستین؟ ای خدمه اینا. خب بله. آها بفرمایید. آنمی کار پرتاتم گرفتم اومدم، روز ندادم، زندگی ندادم. چیکار میکردی شما در وطن؟ کار میکردم سردار. روز ندادن برای کار حلال، نون حلال یک تا پستوید کرد، همش دشنام کن و کلانتر شقتی برامدن. حالی اومدم در دیگه جا دیگه گراجدانی گرفتگی کار کرده ایستم، خدا را شکر خدمت کرده ایستم. یعنی شما با خواهش خود آمدید یا مجبور شده زندگی و همون حالت یا سیاست های حکومت شما رو مجبور کرد که وطن رو ترک کنید و غریب شوید؟ یعنی حالا سیاست هم سردار پستوید کنی بدم. شما می توانستید مثلا پاره بگیرید، یک قسمی پاره رو به مقامات بالایی سردار خودتان بدهید مثل دیگران کرده ایستادن در همون وطن، همون منصب معیده بود یا کلان بود، همون رو داشته باشه زندگی کنید. چرا این کار رو نکردید؟ چرا مثل دیگران؟ برای که پدرم مؤمن مسلمان صوفی بود، مادرم مسلمان حلال خور بود، تاویم حلال خور بود، همه برادر حلال خور بودن. خواندم من پاره نفرست، حرام نفرست، یا ناله یا تر پاره بگیرم حرام بخورم، فرزند من در دنیا و ناله حرام پیدا شد در کار نیست میمونه. و همین چی شما رو مجبور کرد که ترک وطن کنید؟ و همین چیز. خب من باور دارم چون این صحبت های ما رو مثلا کسانی که از دوشنبه تماشا میکنن حداقل 50%ش کارمندان مقامات هستند، چون اینا باید تماشا کنن، تحلیل میکنن، بعد کامنت مینویسن، ضد ما حرفای میگن، چون وظیفه‌شون است که این صحبت رو تماشا کنن. حتما صحبت های این برادر رو تماشا کرده ایستادن. یعنی وقتی ببینید خود یک شهروند تاجیکستان گفته ایستاده است که من کار میکردم و مرا مجبور میکردن که باید اون دزدی را کنم یا پستوید کردن میخواستن، یعنی ترک وطن کرد، شهروند یک کشور دیگر رو گرفت.
یعنی حالا این رو اپوزیچ نگفته ایستاده است، این رو یک شهروندی تاجیک گفته ایستاده است. این تهمت نیست، این دروغ نیست. وقتی که ما در داخل کشور بودیم، برادری خودی منم مثل همین برادری که از صحبت کرده ایستاده است که با تجارت مشغول بود و تصمیم گرفتیم که نه، ما باید انداز را چقدر که قانون میگه زیاد هم باشه انداز رو بسپاریم، پنهان نکنیم، درآمد رو و صاف و پاک زندگی کنیم، درآمد بگیریم ولی حق دولت رو هم بدهیم، به کسی پاره ندهیم. چرا ما پاره بدهیم؟ وقتی که حلال کار میکنیم، ندزدیم و نلاگ را هم باید بسپاریم. و شروع کرد برادری من به سپاریدن انداز طبق قانون، چقدر که درآمد میگیرد و چقدر که قانون طلب میکند همون قدر انداز میسپارید. یک مدت وقتی که انداز رو به همین شکل سپارید، مقامات انداز آمدن گفتن که برادر این خیلی نمیشود، شما رفتاراتون معقول نیست با ما. گفت برای چی معقول نیست؟ من کجا خطا کردم؟ گفت خطای شما در این است که شما انداز رو پورا خوب سپاریده ایستادید، یعنی هیچ را پنهان نمیکنید و اگر شما هم خیلی دوام دادن بگیرید، ما چی کار کنیم؟ مگر من با همین معاش، مثلا اون وقت معاش حالا 1000 سومان نبود، 200 300 سومان، با همین 50 60 دلار من زندگی کنم؟ من کارمند نلاگ. خب پس راه حل چی است؟ راه حل همین است که شما باید یک مقدار بیا مصلحت میکنیم، شما همه انداز رو به دولت نسپارید، شما هم کمتر درآمد میگیرید، 50% رو بسپارید، 50% دیگر رو هر دومون تقسیم میکنیم، قسمش به شما، قسم دیگرش به ما. چی لازم؟ به بودجه دولت 100% شما انداز میسپارید. اینو منم باید زندگی کنم، من باید با رئیس شعبه‌ام پول بدیم، رئیس شعبه با سردار اپرالین با وزیر با پرزیدنت. یعنی سیستم همین خیلی است. وقتی که گفت که نه من حلال کار میکنم، حق دولت رو میدیم، به هیچ کس پارم دادنی نیستم. به سرش چی آوردن؟ پیش از آن که این حزب را ببندند و تجارت شخصی ما را بگیرن، با بالای او فشار آوردند، هر روز تفتیشات، هر روز کمبودی ها را سوختار خاموش کنی هم می آمد، پروکراتور هم، سانیتاری هم، و کار کردن که دیگر تجارت را بس کند و پرونده جنایتی شما 1 متر زمین رو ایخی کردید، از اونجا گرفتید و مجبور شد کشور رو قبل از این حادثه ترک کند. حادثه همین برادر، حادثه برادر من، حادثه صدها و هزارها نفر دیگر باعث می شود که در تاجیکستان طبق قانون و حلال زندگی کردن، کار کردن، تجارت کردن امکان ندارد. نوار اخیر را که اون برادر ژورنالیست نشر کرد، از یک تاجر همین 1 هفته پیش بینا رو خراب کرده ایستادن، بینای سالم و مرکز تجارتی رو. برای چی؟ برای اینکه یک تاجر دیگر که طاقت داشته است و مثال پاره میدهد، این زمین را صاحب شده است. خب چگونه در تاجیکستان دیگر قانون عمل میکند، یک شهروند در اونجا زندگی کند، چگونه فکری سپاراتیسم رشد نکند، چگونه مردم از کشور هجرت نکنند، و از همه مهم است چگونه مردم در فکری تغییر حاکمیت نشوند. حالا اگر کبیری هم نباشد، نفر مردم خودش انقلاب خواهد کرد، مردم چون بیزار شدن از این حالت. بنابراین برادر عزیز، من شما را کاملا درک میکنم و حالا شما راه حل رو در چی میبینید؟ حالا وطن رو ترک کردید مثل ماها. من که برای سیاست و برای آزادی های، حالا اقتصاد رو هم از ما گرفتن مالکیت رو، ولی برای من آزادی دینی، آزادی سیاسی هم مهمتر بود، به این خاطر هجرت کردم. اما شما که سیاستمدار نبودید، به خاطر فعالیت اقتصادی و کاری و حلال زندگی کردن هجرت کردید. در کدام صورت شما به وطن آماده هستید برگردید؟ کدام حالت اگر شود؟ در همه حالتی که استاد بیا سرجم شیم، خیزیم بریم یک این ظالمه و ظالم بچه‌ای که در گرش هستن همشه بگیریم دفع کنیم، یک مؤمن مسلمان مونیم، زندگی را پیش بریم. خیلی خوب، سلامت باشید برادر عزیز. واقعا ان شاء الله رحمان فکر بسیار نکنید. خدا خواهد این آتش بدونه که من پشت خودم هستم، من اینجا هستم، خودم هم هستم. شما یگان تنقیسی نکشه، ان شاء الله رحمان در کارم شوه، هم تمیخیزم میرم که یگان کس نمیفهمد به همونجا را بیخ، ان شاء الله رحمان همه را تازه میکنم، همه را جابجا میکنم. سلامت باشید برادر عزیز. همین گونه برادران و دوستانی که میخواهند در مبارزه شریک شوند، خدا را شکر صفشون روز به روز زیاد شده ایستاده است. شمارش دیگر در داخل کشور در همه جا بیشتر می شود. اما من یک نکته را اینجا میخوام تاکید کنم، جمله آخری که گفته که یعنی بسیار فکر نکنیم. من برعکس میگویم که خیلی باید فکر کنیم. بعضی برادران خیلی سراسیمه شدن، میگن که
همین حرف زیاد زدن و هر روز شکایت کردن چی در کار، بیاد فردا جمع شویم و برویم و دست به کار شویم. من میگم که بله ما باید وقت رو از دست ندیم، اما این به معنی اون نیست که ما باید فکر نکنیم، نقشه نکشیم و اون روزی مبارزه رو باید خوب آماده کرد. برادران عزیز، هر روز دیر می شود، اما سراسیمگی هم کار خوب نیست. کسانی که خیلی حالا سراسیمه شدن، من از شما دعوت میکنم برادروار که از همه کسی که شاید هر چیز زودتر میخواد در تاجیکستان تغییرات با وجود بیاد، شاید من باشم. یعنی این نیست که ما در اروپا ایستادنیم و در اینجا طولانی میخوایم بیستیم، نه، هر روزش برای من دیر شده ایستاده است. میخوام فردا در وطنم باشم، در کشورم باشم، اما من نمیخوام این مبارزه مقدس ملی را باز مثل بارها که همین خیلی شد با یک سراسیمگی، با یک اعلانهای ناسنجیده باز قربانی همین هوا و هوس و بی تجربگی کنیم. نه، این دفعه وقتی که خستیم، مردم خست، اعلان شد، باید که جدی باشد و تا لحظه آخر، تا پیروزی باید مردم در سنگر، در جبهه استوار باشد، بیستد. برای این باید که رهبریت جدی، استوار، دارای برنامه، دارای یک نگاه روشن، مردم آماده و از همه مهمش یک نقشه راه باید در دست باشد که اینها همه در مجموع بعد انشاءالله ما رو به پیروزی خواهد رساند. سلامت باشید برادر عزیز، خداوند نگهبانتون باشد. برادر بعدی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. نوبت به من رسید استاد یا که؟ بله بله، نوبت به شما بفرمایید. عذر. من یک چیز رو تحلیل میکنم. حالا میخوام که من گویم منین شما رو فهمم. یک چیز رو تحلیل دارم، ناموسی همین مردم خودم رو، مردم ملت تاجیک رو هر روز برنامه پیشنهاد میکنن. برادر محمد اقبال صدرالدین، این آفت‌ها و بلاهایی که بر سر خلق ملت عزیزمون میآرند، این تجاوزکاریایی که میکنن، اصلا این نمیدونم نوار اخیرانش تماشا کردید نکردید استاد مهربان؟ برای مرد باید خودش را باید دور آویخت. این خیل عملها را اگر ببینه با سر چشم، خوب شده است که ما ندیدیم، با یکمشونه که شنیدیم. می لرزد دل من، می تپد که همین ملت بر سرش چی بیایه، با چیز بیند همین ملت که باید بیدار شود. اصلا من بیداری ملت را ندیده ایستادم. خانهش را آمد گرفت، زنش را آمد تجاوز کرد، خواهرش را آمد تجاوز کرد، پدرش را گریزان کرد، فرزندش را مهاجر کرد، هر روز قتل کرده است. هر روز از همه با بدترین همین که عالم های ما را کشته استند، ترمه کرده استند. این ملت آینده دارد اصلا ندارد؟ همین ملت باید چیکار کنند در سر همین که ملت بیدار شود، در حقیقت بیدار شود. این ملت برنامه های مخالفان را همچون سریال تورکس که گفته تماشا میکنند، که یک ویدیو نو میبرورن که ما تماشا کنیم حلاوت بریم. این میقه گپه. همین بیداری ملت باید در چی باشه؟ همیشه میخوام بفهمم، زیرا که من دفترچه دارم، من قید میکنم در مثال کدام نوبت برسیدیم، چی کار باید کنیم، گویم به همون عقل خودم تحلیل میکنم. هر روز هم ملت نقطه نیافته استم. استاد عزیز تشکر. سلامت باشید. شما با یک زبان بسیار ساده مردمی تحلیل بسیار جالب کردید، ولی تحلیل بسیار اندوهگین. یعنی اگر ما با این تحلیل و منطق شما صحبت کنیم، پس از این برمیاد که ملت ما تا اون حد ناموس و ننگ، هویت و حیثیت را از دست داده است که اگر حکومت امروزه تاجیکستان، امامعلی رحمان یا هر کسی، چینگیزخان و حالا هر کسی هم تجاوزگر بیاید،
تجاوز کند، غارت کند، بالای سر ملت چارمغز بشکند، مال مردم رو بدزدد، مردم دیگر جسارت و غیرت و شجاعت مقاومت کردن و صدا بلند کردن را ندارد. اما من فکر میکنم که این خیلی نیست. یعنی ملت تاجیک به این حد بی‌ناموس و بی‌ننگ نیست. اینجا برادر عزیز یک مشکلی هست، ما باید این را خیلی خونسردانه و آگاه تحلیل کنیم. اگرچه یک کمتر وقت هم بگیرد، من میخوام به این سوال شما کمتر مفصل جواب بگم. چرا؟ ملت ما وقتی یک جنگ شهروندی را از سر گذراند، جنگی که 150,000 آدم را ما شهید دادیم، این در ذهن ملت ما خیلی تأثیر رساند. چرا؟ برای آنکه توانستند توسط تبلیغات، توسط پروپاگاندا، تلویزیون و رادیو در ذهن ملت تاجیک جا کنند که همین 150,000 آدمی که شهید شد نتیجه آزادی خواهی و میدان نشینی و حق طلبی شما بود. اگر شما میدان نمی برآمدید، آزادی طلب نمی کردید، استقلالیت طلب نمی کردید، خاموش می ایستادید، کسی شما را نمی کشت. شما که آزادی طلب کردید، شما حقیقت خواستید، 150,000 آدم کشته شد. برای همین همیشه طرفداران حکومت سوال می‌دهند که آیا باز می‌خواهید جنگ شهروندی؟ یعنی اگر شما آزادی طلب کردید، حقوق طلب کردید، عدالت طلب کردید، پس معنی اون را دارد که شما جنگ می‌خواهید از نو. حتی وقتی در دوشنبه بودیم یک لطیفه بود، لطیفه‌ای که خنده دارد، شوخی است، اما جوهر اون لطیفه مصیبت دارد که دو همسایه، یکی از همسایه می‌دارد از تولد همسایه دیگر هر چیزی که دلش می‌خواهد، یک روز سیب می‌چیند و پمیدور و بادرینگ، یک روز طاقت می‌کند، دو روز طاقت می‌کند، بعد روز سوم همسایه میگه همسایه برادر عزیز خب دیگر خیلی دو سه روز بردی نمی‌شود که همون اگرات خودت هم کلند کنی و کیشت کنی پمیدور و بادرینگ بیکاری و چرا از اگرات من هر روز می‌گیری؟ میگه گوش کو، یک بار همین کشور رو از ما و از خودت و از بیگانه گفتم حق و عدالت طلب کردیم، با جنگ آورده، با جنگ میخواهی، همین نمیمونی تنج زندگی کنیم آرام بگردیم. این البته انکدوت است که یک همسایه حتی جنگ شهروندی رو همچون دلیل استفاده میکند برای همسایه دیگرش که اگر او میگه از اگرات من نگیر، حق ما رو پامال نکن، میگه که باز جنگ میخواهی. و حکومتداران تاجیکستان همین رو دلیل کردن، نه تنها حکومتداران، حتی مردم عادی که از حکومت طرفداری میکنند، اگر یک آزادی خواه بگه که یا برادر ندزد، پاره نخور، مردم رو اذیت نکن، زندانی نکن، میگه که باز از نو شما فتنه میاندازید، جنگ میاندازید مردم رو. و این تبدیل شد به یک فرهنگ سیاسی برادر عزیز. و ما هم گناهکار هستیم. یعنی ما سیاستمداران هم باید اعتراف کنیم که در آن که وضعیت رو به این شکل رسوندیم یک کمی گناهکار هستیم. چرا؟ من در صحبتی که با دانشگاه واشنگتن تقریبا 6 ماه پیش کردم، در اونجا از من سوال کردن، من گفتم که ما اپوزیسیون در 10 سال پیش، 20 سال پیش یک مقدار اشتباه ها کردیم. چرا؟ وقتی که دیدیم که امام علی رحمان سازشنامه رو پامال کرده ایستاده است، کنستیتوسیون رو پامال کرده ایستاده است، حکومت رو دیکتاتوری کرده ایستاده است، در مقابل آن ماندیم که برای آزادی هامان تلاش کنیم یا اینکه امنیت و ثبات را پشتیبانی کنیم. چرا؟ برای اینکه امام علی رحمان گفت که اگر باز شما حقیقت را، سازشنامه را طلب کنید و آزادی، باز جنگ می شود. من آماده هستم که باز جنگ کنم. یعنی امنیت ملت و کشور باز از بین می رود. ما در انتخاب بین آزادی و امنیت را انتخاب کردیم. امروز نتیجه چی شد؟ هم آزادی را از دست دادیم، هم امنیت را. اگر اون وقت آزادی را انتخاب میکردیم، میگفتیم بگذار کوتاه هم باشد، باز یک بار دیگر امنیت هم که از بین برود، که باور دارم از بین نمیرفت، ما هم میتوانستیم هم آزادی و حقوق را به دست بیاریم، هم امنیت را. اما یک بلف بود، یک تهدید اولتیماتوم بود. امروز شاید که هم دیگر مردم، ملت آزادی داشت، حقوق داشت و هم امنیت داشت، مثل هر کشوری پیشرفته دیگر. بنابر همین جواب ما باید به حکومت، به طرفداران حکومت در آینده این باشد: هر کسی میگوید که این مبارزه شما، آزادی خواهی شما باز جنگ و فتنه را میارد، جواب ما این باشد که پس جنگ و فتنه را شما میارید، پس شما میخواهید. ما میخواهیم هم آزاد باشیم، هم حقوقمون رعایت شود و هم در امنیت و ثبات به سر بریم، ملت آرام باشد. ما همه را میخواهیم.
اما اینکه شما بگید که ما فقط امنیت رو میخواهیم، امنیتی که شما حقوق نداشته باشید، آزادی نداشته باشید، برای یک انسان آگاه، برای یک ملت آگاه این گونه امنیت و این گونه ثباتی که بدون حقیقت و آزادی چی در کار است؟ مگر ما گوسفند هستیم که در یک آغول باید که به ما که بدین یک کمتر رو ما را گویا شما در همین آغول تا روزی که شما را به کشتارگاه میبریم باید که آرام و آسوده زندگی کنید، اما درباره آنکه شما باید آزاد باشید اصلا فکر نکنید. بالاخره ما ملتیم، انسانیم و نیاز به آزادی و به عدالت داریم. بنابراین برادر عزیز، من فکر میکنم که ملت ما هنوزم پورا ناموس را از دست نداده است، اما اکنون ما خودمان، ما سیاستمداران، ما فعالان سیاسی و اجتماعی آهسته آهسته باید ملت را بگیم که وقتی که مسئله سر انتخاب امنیت و ثبات از یک طرف، آزادی و حقوق از طرف دیگر می شود، باید که آزادی و حقوق را انتخاب کرد. و چون اگر ما آزادی و حقوق را به دست آوردیم، امنیت و ثبات هم از پسش خواهد آمد. اما اگر ما به خاطر امنیت حقوق و آزادی را از دست بدیم، هر دو را در نهایت کار از دست خواهیم داد که این کار در تاریخ ملت ما صورت گرفت. بنابراین برادر عزیز، من فکر میکنم که دیگر آهسته آهسته باید مردم بناموس، جوانان بناموس، فکری آن کسانی را که برایشان اهمیت ندارد، آماده هستند که دینشان پامال شود، وطنشان، آزادیشان، ولی مهم که آنها خودشان زندانی نشوند یا اینکه حالا در همون دوشنبه سیر و گشت کرده بگردن، ما در فکر آنها نباشیم. این گونه اهالی، این گونه انسان ها همیشه بودن و باقی خواهند ماند. اما مخاطب من و شما باید اون انسان های آگاه و بناموس و بیدار باشند که اگر اقلیت هم باشند، اونا جوهر هر ملت هستند. ما باید با آنها کار کنیم که روز به روز الحمدلله زیاد شده ایستادن. برادر عزیز، امیدوارم به سوال شما جواب داده باشم. اصلا شما سوال هم ندادید، فکر مرا دانستن میخواید که من فکرم رو در این باره گفتم. برادر بفرمایید. برادر دیگر. برادر صداتون روشن نیست. خب نفر بعدی، برادر مبارز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. شماتون بخیر و شادی باشد. سلامت باشید برادر. راستی در بسیار سخنرانیاتون رو با واسطه به هر گونه موضوعها یا که موضوعهای داغ روزی که در تاجیکستان رخ میده یا که حالتهای دیگر میشنوم، گوش میکنم و در بسیار سخنرانی‌ها میگوین که وقتی که ما وطن خود رو، ملت خود رو، دولت خود رو از هر گونه راهبرانی میگویم زیر ناخونک یا که اون نفرانی که پورخور هستند و دولت رو به عقب میکشند و به پستی میبرند. یک سوال وابسته به این داشتم که وقتی که شما همچون اعضای پارلمان بودین در وظیفه راهبری حزب نهضت اسلامی ممنوع در تاجیکستان و وابسته برای پیشرفت، برای نیکو احوالی مردم، خیلی که در هر یک برآمد برای پیشنهادها میکنید که باید ما وطن رو برای پیشروی و چیکار کنیم یا که دیگر پیشنهادهای دیگر، در اون وقتی که همچون در وظیفه بودید، در قدرت بودید، وقتی که در دستتون برای این گونه کارها از دستتون می اومد، برای مردم نیکو احوالی آنها چی کار کردید یا که و هم در ازاگید از پارلمان و همچون رئیس حزب بودندان. سلامت باشه برادر عزیز. ببینید دوستی عزیز، من نمیدونم شما تا چی حد از فعالیت‌های بنده در وقت‌هایی در دوشنبه بودن همچون رئیس حزب یا همچون وکیل مجلس نمایندگان آگاه هستید و شاید آگاه هستید، شاید نه، من نمیدونم، چون این سوال را به من زیاد میدین، بخصوص کسانی که جوان هستن هنوز و اینها ممکن 4 سال 5 سال پیش به سیاست وارد شدن. یک جوانی مثلا 20 ساله امروز یا 25 ساله 5 6 سال پیش 10 سال پیش
هنوز 10 12 15 ساله بود، از سیاست بخبر، اینترنت در اون سالها نبود، از پارلمان و حزب‌ها بخبر و نه همین سال وارد سیاست شده است و فکر میکند که محیدین کبیری یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همین دیروز یا بعد از هجرت فعالیت را شروع کردند و در این باره گپ میزنند. اما کسانی که مثلا سن سالشون 40-50 سال هست و ما را فعالیت ما را از داخل کشور پیگیری میکردن میدانند که ما همچون وکیل چی میگفتیم، چی سیاست ها داشتیم، همچون رئیسی حزب، از زبان آنها یا نمیشنویم یا کمتر میشنویم. و ببینید برادری عزیز، من همچون وکیل و همچون رئیسی حزب تمام اون امکاناتی که در اختیارم داشتم استفاده کردم تا اینکه یک کمی هم باشه زندگی مردم رو سبک کنم، تأثیر برسونم و کاری را که یک وکیل کرده میتواند انجام بدهم. خیلی بد می شود اگر آدم خودش رو تعریف کند، بگید من این کردم آن کردم و میگن که عطر مشک نه آن است که خود بگوید بلکه آن است که نه آن است که عطار بگوید بلکه آن است که خود بگوید. عطار هر چقدر مشک یا عطر خود رو تعریف هم کند فایده ندارد مگر اون که اون مشک خودش بوی داشته باشد. اما باز شاعر میگه که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یعنی تا اگر آدم خودش یک چیز نگد عیب و هنرش میموند همخیل. و وقتی که این گونه سوال ها زیاد می شود، حرف ها زیاد می شود که در وقت وکیل بودن چیکار کردی یا در وقت رئیس حزب بودن یا در داخل تاجیکستان بوده چرا خاموش بودید و حالا حرف میزنید و کسانی که تاریخ مبارزه ها رو نمیدونن باور میکنن. بنابراین ما مجبور میشیم گاه یادآور شدیم که برادران عزیز این طور نبود. من اگر هر کسی بیاید بگه که فعالتر از من در پارلمان، حالا قسم شادی شبدالوف رو نمیخورم، بگذار بگیم فعالتر از من و شادی شبدالوف در پارلمان تاجیکستان در همون 10 سالی که من وکیل بودم اگر فعالتر، بیشتر برآمد کرده، بیشتر بحث کرده، سوال گذاشته، مصاحبه داده یا اینکه مسئله های با حکومت و با منصبداران بحث کرده رو اگر بیشتر کرده باشد، هر کسی رو نام بگیرید بیاید من دست شما رو میفشارم. مردانه میگن که بله شما حق هستید. یا همچون رئیس حزب یک برادر چند پیش به من زنگ زد از برادران فعال گفت که راست دیگر منم شما رو تنقید میکردم و باور داشتم که شما در داخل تاجیکستان کاری نمیکردید. این عیب من بود است که من بیخبر بودم. حاضر گفت یوتیوب رو میبینم و سخنرانی های شما رو در سال 2012 13 14 15 در پارلمان، در داخل حزب، در مصاحبه ها شما همون حرفایی را میگفتید که امروز هم گفته ایستادید. پس گفت کمبودی در من بود است که من بیخبر بودم و فکر میکردم که شما در همین هجرت گپ زدید. برادر عزیز، من با پرزیدنت نامه نوشتم چند مرتبه، سخنرانی ها کردم، بحث ها کردیم. حتی من چند پیش یک نوار کهنه رو دیدم، خودم هم نه به یادم رسید که من همین حرف رو در داخل کشور گفته بودم. با امام علی رحمان گفتم که اگر نمیتوانی حکومت کرده جا را خالی کن، یک کسی دیگر بیاید، ما مسئولیت رو به دوش میگیریم. برادر این حرف رو من در هجرت نگفتم، این رو در داخل کشور گفتم. کی میتواند در داخل کشور از مبارزان همین حرف رو بگوید و گفته باشد بغیر از نهضت اسلامی تاجیکستان؟ اگر ما این حرف رو نمیگفتیم ما رو محکم نمیکردن، برادران ما رو ابدا زندانی نمیکردن، خود ما رو حکم زندانی ابد در غایبم صادر نمیکردن. همین حرفا رو گفتیم که این کارها رو کردن، تجارت ما رو گرفتن، مالکیت رو گرفتن، از وطن به وطن کردن. بنابر همین من نمیخوام در این باره زیاد بگم که ما در داخل کشور چی کار کردیم و چی گفتیم و مقایسه کنم. بله اون وقتا من مسئله میگذاشتم که برادر نمیتوانی جا رو خالی کن، یعنی با امام علی رحمان این حرف رو میگفتم. امروز دیگر نمیگم که نمیتوانی جا رو خالی کن، امروز میگم که دیگر نمیتوانی. یعنی این به شکل سوال نیست، این با قاطعیت است که دیگر نمیتوانی، چون دیگر باور پیدا کردم که دیگر نمیتواند. فقط همین قدر فرق میکند. دیگر مسئله گذاری همون در اینجا من نه پیشتر حقارت میکردم نه حاضر حقارت میکنم، نه پیشتر تهمت میکردم نه حاضر تهمت میکنم، نه پیشتر در داخل کشور یه حرفی دروغ میزدم نه حاضر دروغ میگم. همون لحن و همون شدت و همون مسئله گذاری که الان میکنم در داخل کشورم بود.
فقط دیگر حاضر با قاطعیت میگم که دیگر نمیتوانی از قدرت بیرو. تمام دیگر برادر عزیز. خداوند نگهبانتون باشه. خب برادر منصور بفرمایید. السلام علیکم استاد عزیز. و علیکم السلام. برادر عزیز، ما از شما یک خواهش از نه بلکه از خود شما از تمام مخالفین در هر برنامه فقط تشویقات برای مردم باید از تاجیکستان دیگر نآیند به سوی مهاجرت و هر مهاجری که به تاجیکستان می رود نیتی برگشته بر کشورهای خارجی را نداشته باشد. برای چی الکی وقت آمده رسیدگی است، پخته رسیدگی است که هم می شود. ما باید فرصت را از دست ندهیم. انقلاب را همین سال 2022 باید سر کنیم. ما از شما و تمام مخالفین همچون خواهش، همچون طلب، چون که سال گذشته در خاطرتان باشد من خودم شخصا پیش از نوروزی در تمام کامنت های مخالفین روز 21 مارس رو روز انقلاب اعلام کردم همچون برای خودم و در نتیجه خودتون دیدید که رحمانوف تبریکات 8 مارس نوروزی رو پیش از وقت ثبت کرد و حتی از ترس روزی 21 مارس نوروزی قربان تکن نرفت برای که از خلق ترسید، از ملت از خیزش ترسید. من فکر میکنم که دیگر اون جایی حاجت به شیشتن نگاه کردن ماندگی نیست. باقی سلامت باشه. سلامت باشه برادر عزیز. خب این نظر شما هست، نظر شما محترم است، نزد ما احترام دارد، اما من اصولا با شما راضی هستم که مهاجران کسانی که دیگر یک ضرورت بسیار هم سخت ندارند مثل طبابت یا دانشجو هستند یا حالت امنیتی است که دیگر به خاطر زندانی نشدن اینها هجرت میکنند، دیگر برادرانی که مشکلی ندارند در وطن باقی بمانند یا برگردند، چون شرایط اقتصادی در همه دنیا حالا بد شده ایستاده است. شاید باز این پاندمی سخت‌تر میشود، باز بدتر. یعنی ما باید در وطن باشیم، وطن ما رو آباد کنیم، مبارزه بریم و در وطن کار و زندگی کنیم. در این مسئله من با شما موافقم. اما این که ما بیایم سال 2022 رو سال انقلاب اعلام کنیم یا یک روز رو تعیین کنیم، حالا من اکنون فهمیدم که شما یا یکی از کسانی که روز 21 مارس سال گذشته رو روز انقلاب اعلام کرده شما بودید و این را همچنین یک کاری مثبت میدونید. من برعکس در عموم فکر میکنم که این بر ضرر کار انجام میشود. حالا یک کمی فایده هم داشته باشه، شما میگید که رحمانوف ترسید سفر نکرد یا پیامش را زودتر داد، شاید یک فایده های خرد و ریزه دارد، یک بار دو بار، اما یادمان نرود که وقتی که یک مرتبه دو مرتبه این خیلی اعلان ها می شود ما با تقدیر ملت بازی میکنیم، با روحیه ملت بازی میکنیم، در آخر مردم دلسرد می شود و اعتبار و باوری در نزد مردم کم می شود. بنابر همین ما نباید این گونه با ملت بازی کنیم، بلکه وقتی که احساس شد این در یک حالت خیلی طبیعی باید رخ بدهد، خود مبارزان سیاسی و ملت درک کردن که اکنون دیگر وقت قیام رسیده است، مطمئن باشد که اون ساعت که فرا رسید دیگر هیچ کس منتظر آن نمیشند که یگان نفر از بیرون روز را تعیین کند، خود مردم میخیزد. مگر مردم بدخشان وقتی که همین یک ماه چند روز پیش قیام کردند و از خود دفاع کردند از بیرون دستور گرفتند، کسی برای آنها روز تعیین کرد؟ نه، آنها وقتی که گلبدین به شهادت رسید خودشان قیام کردند. اما چرا در دوشنبه 10 نفر کشته می شود، منزل را خراب میکنند، تجارت مردم را خراب میکنند، هیچ کس صدا بلند نمیکنند، برای آنکه مردم هنوز به اون حد نرسیدن. مردم فکر نمیکند که دفاع از مال و از ناموسش، یعنی این اگر که نابود هم شد شهادت رو دارد. یک جوان تونسی وقتی که خودش رو برای سبزواتش
آتش زد، مردم تونس خست و اون دیکتاتور رو از سر قدرت دور کرد. اما اون برادر پیشین هم سوال داد که چرا حکومت تاجیکستان تجاوز میکند، غارت میکند، زندانی میکند، بیوطن میکند، مالکیت را مصادره میکند، میگیرد، میدزدد، ولی برای مردم تاجیک عادی شده است. عادت کرده ایم به این تجاوزکاری حکومت. باید که اکنون ما به آزادی عادت کنیم، باید به عدالت عادت کنیم، باید به راستکاری و همچون انسان زیستن عادت کنیم. در اون صورت ما میتونیم بگیم که ما رسیدیم به یک حالتی که میتون انقلاب کرد و در فکر اعلان آن روز شد. تشکر برادری عزیز. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. سازن خوبه، سلامتی ها نه؟ سلامت هست؟ تشکر برادری عزیز. شما خوبید انشاءالله؟ خدای بد نکنه. هزار رحمت. سلامت باشید. بفرمایید اگر سوالی گفتنی باشه. بله استاد، من همه برنامه شما رو قریب تماشا کردگیم، گپای شما دارم راضیم. سوال من این که همچون شهروند اسرائیل خدا نصیب کنه اگر شما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگر شدید انشاءالله، همین دولت اسرائیل هم پایتخت دولت اسرائیل هم یروشلیم اعتراف و قبول میکنید؟ سلامت باشه برادر. اسمتون فردوس، شما شهروند اسرائیل؟ بله. سلامت باشید. من هم شهروند اسرائیل هم شهروند تاجیکستان. بله، من بار اول با یک تاجیکستانی یا تاجیکی که شهروند اسرائیل هست روبرو میشم و صحبت میکنم، اگرچه با چند از شهروندهای دیگر اسرائیل، چه از یهودیان چه از عرب ها هم صحبت شدم و دوستان زیادی دارم. حتی این را هم بگویم وقتی که نبیره من حمزه جان در اون مصیبت گرفتار بود و حکومت اجازت نداد که بیرون برای طبابت برود و از اون سرطان رها بیابد، چند از یهودیان اسرائیل، از مسلمان ها نه، از عرب ها نه، از یهودیان پیام فرستادن، از دخترها گفتن که اگر حمزه به بیرون بیاد و من راضی باشم، اونها آماده هستند که در یکی از بیمارستان های یکی ما بدم استاد مرحمت آمد باشه، یعنی به پول طبابت کنم. یعنی به من این پیام به زبان روسی رسید و من خیلی میندارم که دکترهای اسرائیلی این آمادگی را داشتن که نبیره مرا طبابت کنن، اگرچه اونها مسلمان نبودن. و حالا شما حالا در دین و مذهب انسان ها من کار ندارم، ولی این بیانگری است که از باب انسانیت این کار را کردن و ما در مسائل انسانی دیگر فرق بین یهودی و عرب و مسلمان و غیر مسلمان نمیگذاریم. اما برادری عزیز، مسئله اعتراف کردن بیت المقدس یا به اصطلاح یروشلیم همچون پایتخت دولت اسرائیل، این مسئله دیگر انسانی، مسئله دینی نیست، این مسئله سیاسی است. این ربط دارد به آن که تا کجا این به منفعت دولت ما تاجیکستان و مردم مسلمان انجام می شود. حالا اگر ما بیت المقدس رو همچون پایتخت اسرائیل اعتراف کردیم، آیا این به فایده تاجیکستان هست، به فایده مسلمان ها هست یا نیست؟ چون ما دو تا موقع خواهیم داشت. یکی موقع تاجیکستانی همون که از لحاظ منفعت های ملی و منفعت های دولت همون موقع گیری میکنیم، یکی دیگر موقع شخصی است که این دیگر موقع دولتی نیست، موقع شخصی هر کسی هست که این به موقع دینی آن ربط دارد. تا وقتی که اسرائیل زمین فلسطینی ها را یا فلسطین را غصب کرده است، از آنها دست نمیکشد، چگونه ما مثلا بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل اعتراف کنیم در صورتی که اسرائیل زمین یا خانه فلسطینی ها رو غصب میکند، خراب میکند؟ و ببینید من یک پرینسیپ دارم در مسائل های بین المللی. رزولوسیای سازمان ملل هست از سال 1947 برادری عزیز. بله. در مسائل های بین المللی و اعتراف اسرائیل و بیت المقدس ما طبق رزولوسیای سازمان ملل رفتار خواهیم کرد. چیزی را که سازمان ملل جامعه جهانی طلب کرده است باید همون باشد. رزولوسیای سازمان ملل چی هست؟ در اونجا باید دو دولت باشد، دولت فلسطین و دولت اسرائیل. بیت المقدس باید که دو تقسیم شود، در یک قسمتش باید که در دولت فلسطین باشد. تا روزی که اسرائیل رزولوسیای سازمان ملل را اعتراف نمی کند و اجرا نمی کند، اعتراف کردن یک شهروند دیگر، یک کشور دیگر خیلی دشوار خواهد بود.
موقع ما برادر عزیز از لحاظ دولتداری و جامعه داری همین است، ولی همچون یک مسلمان 100% این است که من پشتیبانی از موقع مسلمان های فلسطین خواهم کرد و این حق کاملی ما است برادر. باشه استاد. همچون شهروند اسرائیلچی است این من احترام خواهد کرد و اون را دیگر نظر شما میدونم. شاید شما با من موافق باشید یا مخالف. میگم که استاد آدم از دوستی فایده میبینن به هر حال. بله 100%. ما مخالف دوستی با هیچ کشور نیستیم به شرطی که اون کشور هم با ما دوست باشد و منفعت‌های ما را هم حمایت کند. باشی استاد، شما در موفقیت. سلامت باشه برادر عزیز. خدا نگهدار. خب برادر یا خواهر دیگر رو بفرمایید. بفرمایید برادر. چرا میگم باشه؟ خب یک نفر با حرفا نوشته است ا ب حالا اسمشون هست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم سلام. اگر شما اجازه دید من با سوالهای خود با شرح مراجعت کنم با شما با کمی شرح. فقط کوتاه برادر. نباشد با اجازت شما در البته. سوال یکمی من همین است که طرفداران شما اون واسطه های اینترنتی که طرفداران شما برآمد میکنن آنها اجازت میدین موقع سیوم باشد، نه طرفدار حکومت و نه طرفدار شما؟ من کوتاه با سوال جواب کردم یک بار جمع نشود. بله ما طرفدار اون هستیم که موقع سیوم باشد، چهارم باشد و شرط نیست که هر کس جامعه این خیر نیست که باید حتما تقسیم شود به طرفدار حکومت یا به طرفدار پیمان ملی تاجیکستان. نه، باید به طرفا باشن، طرفداران نیروهای سیوم و چهارم و پنجم باشن. این موقع ما است برادر. بفرمایید. پس چرا شخصا مرا آنها بلاگ موندن؟ مثلا شوکت محمد، من نسبت کسی به احترامی نمیکنم و خدا نکند که نسبت کسی به احترامی و به دغل مناسبت کنم یا کسی رو تحقیر نمایم. شخصا خودی من با همین نام وارد برنامه هایشون میشن، آنها میبینم که در حالتی که به گفته های من راضی نیستن مرا علاقه بلاگ موندن. شخصا مرا. خب شما به واسطه مراجعت کنید با شوکت یا کسی که شما را بلاگ مونده است، برای آنکه ما در اینجا برادری عزیز، ما در اینجا من شخصا در پیمان ملی تاجیکستان سیاست بلاگرها یا رسانه‌های دیگر رو معین نمی‌کنم که مثلا با چه دلیل شوکت یا محمد اقبالی صدرالدین کسی رو بلاگ میکند یا کسی رو نمیکند، برای آنکه او صاحب اون کانال هست و خودش میداند که برای چی کرده است. اما اگر کسی شما را در رحمت استاد من شما را فهمیدم پیمان ملی یا در کانال شخصی من بلاگ کرده باشد، شما میتونید با ما مراجعت کنید و ما سبب ها رو معلوم کنیم. حالا امیدوارم که برادران دیگر گوش کرده ایستاده باشن. باز میگم من دخالت کردنی نیستم. درست که شوکت عضو پیمان ملی تاجیکستان است، درست که دیگر دوستان عضو ما هستند، اما سیاست های کانال خود رو خودشان معین میکنن، در اونجا آنها مستقل هستند. بفرمایید اگر سوال دیگر باشه. اساسی برمیگردیم با اجازت شما. بله بفرمایید. من کمی به استودیو کمی دیرتر وارد شدم و شاید که شما این نقطه ها را گفته گذاشته باشید، ولی به هر حال اگر با اجازت شما من بعضی سوال ها را به شما پیشگذاران کنم. اجازت؟ بله فقط کوتاه بفرمایید. حالا در شهر سن پترزبورگ آخران امساله سران دولت‌های مشترک المنافع سابق اتحاد شوروی گذشته ایستاده است. شما از این واخوری چی رو انتظار هستید در حالتی که چنین البته شما پیگیری میکنید، از من بهتر این چیزها را میدونید که مناسبت روسیه با سازمان اتلانتیک شمالی و امریکا بسیار تیزتون شده است و به قول سیاستمداران و تحلیلگران روس و نه تنها روس گویا که حکومت روسیه به سازمان اتلانتیک شمالی و امریکا التیماتوم پیشنهاد نموده است که
طلبهای آنها را به چون و چرا اجرا نماید. در همین مورد همه و سران دولت‌های مشترک المنافع را به سنت پتربورگ دعوت نموده. شما از این چی را انتظاره؟ برادر عزیز، من همه کشورها را احترام دارم و استقلالیت و آبروی همه کشورها را، اما بعضی نکته را باید آشکار گفت. من از این نشست‌های سران کشورهای SNG و ODKB در سنت پتربورگ، مسکو، دوشنبه، الماتا و شهرهای دیگر هیچی را انتظار ندارم و نباید انتظارم داشته باشیم. اینا یک محفل کشورهای دیکتاتوری هست که گاه جمع میشوند و 30 سال شد اینا میشینن، اینا سازشنامه امضا میکنن، چای مینوشن، مثل همون چای گشته که مردم شده است که وقتی که اینها رو در اون فرم‌های جهانی زیاد دعوت نمیکنن، بعد بین خودشون جمع میشوند، اینا گاه وانمود میکنن که گویا مسائل جدی رو حل کرده شدن. در این 30 سال اینها نتوانستن نه یک مثلا شرایط اقتصادی رو خوب کنن در منطقهشون، نه همون داد و گرفت و تجارتی بدون گمرک و بدون مشکلات را راه اندازی کنن و هنوز هم محتاج و منتظر کشورهای غربی و کشورهای جهانی هستند. اما در اینجا که حرف اول و آخر رو روسیه میزند در این ODKB و در شانگهای بیشتر خیتای، اینها بله با این نشست‌ها سیاست‌های خودشون رو عملی میکنن، اما برای تاجیکستان و برای قرقیزستان و ارمنستان هیچ فایده ندارد. حالا با این وضعیتی که شما گفتید، بله روسیه الان وارد یک مرحله تنش یا برخورد لفظی با غرب شده است و میخواهد نشان بدهد که این کشورهای منطقه در سیاست‌های بین المللی همراه او هستند. اما یادتون نرود که باز همین کشورها وقتی میرن در سنت پتربورگ با پوتین میشینن، باز میان در پاریس، بروسل و واشنگتن و در پایتخت‌های دیگر باز میشینن و بعض داد و گرفت‌های دیگر هم با اینها دارن. این نیست که در سنت پتربورگ جمع شدن حالا همه به اصطلاح تخم مرغ‌ها را در سبد روسیه خواهند گذاشت. و در اینجا آن چیزی که برای ما تاجیکستان مهم است، دیگر به نظر من، از روی تحلیل من، پوتین دیگر با آقای رحمانوف باری آخر و قطعی یا گفت علیه دیروز یا امروز، یا خواهد گفت که دیگر برادر بس، دیگر بازی با ما تمام شد. اگر با ما شریک استراتژی هستی باید که عضو یوراسیا شوی، اگر نیستی دیگر بازی قطع، ما دیگر این را تحمل نخواهیم کرد که هم 2 میلیون مهاجر در اینجا داشته باشه و اقتصادت از پول مهاجران از روسیه بچرخد، هم ما شما را با توسط ارمیای 201 دیویزیا پشتیبانی کنیم ولی فایده اقتصادی شما را چین بگیرد و دیگرها. با ما هستی یا نیستی، آخران حرفت را بزن. برای همین من فکر میکنم که در اینجا دیگر رحمان دیگر علاج نخواهد داشت، حتما در آینده نزدیک وارد یوراسیا خواهد شد و این چنین رابطه‌اش را با افغانستان با طالبان بهتر خواهد کرد، چون که علاقه پیام را داد و گفت که نباید ما با همه دنیا دشمن باشیم و باید که رابطه ها را معتدل کنیم و یعنی معنا را دارد که دیگر این دعوا و پافشاریش در نسبت ایران و افغانستان به همین تمام شد. حالا با ایران هم مناسبت ها را خوب خواهد کرد، دیگر علاج ندارد و با افغانستان هم یعنی دوره داوطاز و قهرمان تراشی امان رحمان با همین تمام شد. برادر عزیز، خب اگر سوال دیگر نداشته باشد نفر دیگر، ما یعنی تقریبا 2 ساعت شده ایستاده است، 1-2 سوال آخر را قبول کنیم و باز انشاءالله که برنامه دیگر در خدمت هستیم. حالا 1-2 سوال دیگر را قبول میکنیم. بفرمایید. وطن. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. استاد بسیار شرح خوب داده درباره داخل شدن همین یوراسیوس، لیکن نه اونقدر من قناعتمند شدم. اکنون من یک کم ترک شرح میدیم، بعد شما اگر یگان وای باشد اصلاح میکردید. مثلا این درباره درآمد تا همین دور زمانی که حاضر بود، اگر تاجیکستان میدرآمد در همین یوراسیوس، شاید که خوب نظم میشد، سطح زندگی ما خوب میشد. اگر چی به دولت زلال می آورد، حاضر 2.15 است، گرچند که اگر درآمد به دولت هم کشه، این بجای هم خودی همون که به ما هیچ فایده نداره. لیکن اگر رفت و بعد یگان حکومتی دیگری به سر قدرت بیاید، او اگر تاجیکستان مثال حاضر درآمد پس وقت برگشت، ما میتونیم وقتی که قدرت به دست مثال یک آدمی سالم
رسید مقصد. ما فردا میتونیم که از این مثال شهرنامه بستگیمون مثال جدا شویم. یعنی که مقصد عزیز شما تمام کردید؟ بله بله بله. خب ببینید، حالا نمیدونم شما از کدام قسمت صحبت من قانع نبودید. من از اولم از سالهای پیشم وقتی که در ترازوی منفعت‌های ملی برمی‌کشیدم که تاجیکستان عضو این اتحاد باشد یا نه، پهلوهای مثبت و منفی را تحلیل کرده در آخر به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیکستان وارد شود بیشتر به نفع ما است، اگرچه ضررهای هم دارد. بنابر همین من طرفدار وارد شدن بودم و هنوز هم هستم، برای آنکه مهاجرین ما از این فایده خواهند گرفت و به اقتصادیات ما فایدهش بیشتر میرسد اگر حکومت سالمانه فکر کند و کشور را سالمانه مدیریت کند. اما در مسئله آنکه اگر ما آینده حکومت عوض شد، بله تاجیکستان از دل خواه سازمان بین المللی و منطقوی میتواند خارج شود، از دل خواه شرطنامه دو طرفه میتواند خارج شود، زیرا در هر یک شرطنامه عضویت یک اگوارکه همیشه است، یک بند خاص است که در کدام حالت و تحت کدام شرایط کشورهای عضو میتوانند از این سازشنامه یا از این یان اتحاد بیرون شوند که حتما تاجیکستان این حق خود را استفاده خواهد کرد اگر ما به این خلاصه بیاییم که دیگر عضویت در این سازمان به نفع ما نیست. اوکراین چندین سال عضو اسنگ بود، بالاخره حکومت اوکراین تصمیم گرفت که بیرون شود، بیرون شد. گرجستان هم همخیل، هر کشور دیگر میتواند. امروز اگر به فایده کشور ماست داخل میشیم، فردا که به ضرر باشد ما بیرون خواهیم شد. خب نفر بعدی برادر بفرمایید. السلام علیکم. بله. امیدوارم خوب و سلامت هستید. با استفاده از فرصت مناسب شما و تمام آن نفرانی که برنامه رو تماشا دارند بخشیده به سال نو میلادی تبریک میکنم و خدا کند که هر یک آرزو عملی نیکی که هر یکی ما در دل میپروریم در سال 2022 جامعه عمل بپوشد و به مقصدهای در پیش گذاشته خود در کدام سمتی که نباشد برسیم. من اسماعیل خایم‌الدین هستم. چند نکته رو میخواستم بیان کنم، وقتی که وقت کم باشد بگذار سوالهای خودم رو میدهم کفایت. سوال یکم همین است که شما همچون راهبر پیمان ملی در برابر راهبر حزب نهضت بودنتان هستید و اینجا سوال پیش از من برادر اشاره علاقه کردگی بودن که یعنی موقع سیوم در برنامه‌هایی که در اصلاح و در دیدگاه می شود و شما جواب دادید که صاحب کانال آنها هستند. اگر صاحب کانال آنها باشند، آنها نفرانی هستند که شما رو یعنی چهره شما رو همچون گویم در گروه سیاسی در تشکیلات سیاسی که شما راهبری میکنید فعالیت میکنند و اون تحقیرهایی که در چنین برنامه خصوصا در برنامه اصلاح می شود چرا یک بار از جانب شما اون نتیجه گیری کردن نمی شود؟ و من خواهش میکنم که شما به من جواب دهید که اون برنامه اصلاح رو خود شما تماشا میکنید. اگر تماشا میکنید چنین تحقیرها رو میشنوید چرا این رو اصلاح نمیکنید؟ دوم سوال، شما جانبی نه تاجیکستان بلکه چندین کشورها رو اینجا یعنی گناهگار حساب بدید با اون که چندین سالها راهبرشون عوض نمیشود. چرا خود شما از رئیس حزب یا اینکه راهبری پیمان بگذار رئیس حزب که خطا نکنم از سال 2006 این جانب شما راهبریش رو به عهده دارید، چرا شما عوض نمیشوید وقتی که شما میخواهید و اعضایان شما به این فکری شما راضی نیستند و از شما خواهش دارند که در این دوره گویا مرکبی فعالیت حزبی شما راهبر باشید؟ این مضمون آن رو دارد که بغیر از شما در فعالیت گروه شما یگان نفری یعنی گویم لایق‌تر یگان نفری که بتواند این مسئولیت رو به عهده گیرد یعنی گویا که شما ندارید، یعنی خودتون رو در اینجور فعالیتتون رو پس میزنید. سوال دیگر، تقسیم بیت المقدس اون نفری که شهروند اسرائیل بودن برادر عزیز سلامت باشند و اینجا سخن کردند، شما گفتید که همون سازمان ملل متحد خلاصه برآورد که باید دو تقسیم شود، شما راضی شدید؟ آیا شما چند پیش یعنی پیش از سال 2015 به همین فکر راضی بودید همچون یک نفری که مسلمان هستیم در برابر یک گروه سیاسی و دولت بودنمون ما باید دونیم که یعنی چی ظلم بالای ملت اونجا ملت مظلوم فلسطینی برادران مسلمان ما که اونجا چقدر زیر اسارت اون مردم قرار گرفتند، یعنی ما میتوانیم در سازمان ملل متحد همچون یک کشوری اعضا فکری مقابل داشته باشیم، فکری ضد داشته باشیم. ضرورت ندارد که ما اعضا هستیم باید همه فکری آنها رو جانبداری کنیم.
و اجازت میشد چند مشاهده های خودم بیان میکردم. خیلی فکر میکنم وقتی بیننده رو هم زیاد نمیگیرم به همین سوالا جواب بگیرم. فکر میکنم صحبتمون در برنامه آینده صورت بگیرد. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیز. من از شما خواهش میکنم که اگر سوال هایی که مانده بود و نتونستید امروز داده در صحبت های بعدی هم مطرح کنید و من خیلی خوشم میاد با آدمان باسواد، با آدمان منطقی و حتی اگر با من راضی هم نباشن صحبت کنم و سوال و جواب کنیم، ما را اصلاح کنم. چند سوال خوب گذاشته شما. یکم این که مثلا چرا این بلاگرها و کسانی که از منسوبیت به پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان هستند، ببینید برادری عزیز، برای ما برنامه آنها را، البته نه همه‌اش را، اونش که امکان دارد و وقت هست و شرایط هست، تماشا میکنم و بحث و مناظره میکنیم و باز تکرار میکنم. برادری عزیز، پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان رسانه‌های رسمی خود را دارد و ما هر وقتی که از کانال پیمان ملی تاجیکستان یا کانال شخصی من یا هر کسی دیگر نسبت آن کس تحقیر شد، توهین شد یا کسی را بلاک کردن، شما میتونید مراجعت کنید و ما رسما جواب خواهیم گفت. اما کسانی که برادرانی که عضو پیمان هستند، عضو نهضت اسلامی تاجیکستان هستند یا عضو هر کدام تشکیلات دیگر هستند و یک کانال شخصی دارند یا یک رسانه مستقل دارند، اگرچه خودشان اعضای ما هم باشند، در فعالیت جدای از پیمان و از نهضت اونا مسئول کانال خودشان هستند. این نکته رو خواهش میکنم خیلی جدی بگیرید و همیشه در بحث‌ها اینها رو با هم آمیخته نکنید. اما یک مسئله، شما یک سوال خوب دادید که آیا ما در این مسئله ها در صحبت های داخلی اینها رو مطرح میکنیم یا نه؟ و حتی شما گفتید که آنها چهره های ما هستند. برادر عزیز، چهره پیمان ملی تاجیکستان طبق سندهای داخلی رهبری پیمان هست و سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان و در اون بخش‌هایی که مسائل خاص است، مثلا چهره رابطه‌های خارجی ما رئیس دپارتمنت خارجی هست، چهره ما در مسائل مهاجرت و حقوق رئیس دپارتمنت مهاجرت و حقوق است. در دیگر مسائل ها نه محمد اقبال صدرالدین مسئول و چهره ما هست، نه شوکت محمد، نه محمد کبیروف، نه یگان ایشان عبدالستار یا هیچ کسی دیگر. حتی وقتی که من در کانال شخصی خودم امروز برآمد کرده ایستادم، من از نام پیمان گپ نزده ایستادم یا از نام نهضت اسلامی تاجیکستان. من نظر شخصی خودم رو میگم، اگرچه همزمان رئیس این دو نهاد هم هستم، زیرا من میتونم در اینجا حرفی غلط بزنم. مثلا بحثی که درباره فلسطین و اسرائیل میشود، این نظر شخصی من است، چون من در کانال شخصی برآمد کرده ایستادم و آزاد هستم که نظر شخصی خودم رو بگم. شاید که اکثریت برادران و خواهران در پیمان یا در نهضت با نظر شخصی من راضی نباشند. اگر ما اینها را جدا کرده بتوانیم آمیخته نکنیم، پس این گونه سوال با وجود نمیاد که محمد اقبال صدرالدین چهره شما هست یا شوکت محمد یا کسی دیگر. محمد اقبال صدرالدین چهره اصلاح هست، چهره اصلاح طلب است یا چهره خودش است و هر وقت که ما خواستیم یگان مسئله رو مطرح کنیم، خودمون یا شخصا من یا سخنگوی پیمان یا نهضت اسلامی تاجیکستان این مسئله رو مطرح خواهد کرد. اما شما مطمئن باشید، حالا من نمیدونم در طرف حکومت چگونه سیاست هست، در طرف ما برادر محمد اقبال صدرالدین یا حالا اگر تماشا کرده ایستاده باشد یا بعد تماشا هم کند شاهدی میدهد که من دروغ نگفته ایستادم. همین دیشب من با برادر محمد اقبال صدرالدین هم صحبت داشتم و هم با دیگر برادران جلسه داشتیم و باز جلسه خواهیم داشت که ما بحث و بررسی کنیم که آیا اگر حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتارها را میکند که 100 برابر بدتر و حالا بی‌معنی‌تر از این بلاگرهای تاجیک رفتار کرد، اینقدر نوارها، اینقدر دروغ‌ها را نسبت اهالی تاجیکستان، حتی بگذار راست هم باشد، ولی این مسئله ننگ و ناموس است، حیات شخصی یک انسان هست، اینها را نشر کرد. آیا یک بلاگر تاجیک، حالا بگذار خصوصی هم باشد شخصی هم باشد، آیا باید اجازت میدهد با خودش که با حکومت مثل همون رفتار حکومت جواب بدهد؟ اگر این کار را میکند ما چگونه مناسبت کنیم؟ آیا پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان حق دارد دخالت کند که در یک کانال شخصی وقتی که
یک شخص در کانال شخصی خودش این کارها رو میکند، آیا ما حق داریم دخالت کنیم یا نه؟ ما به این نتیجه رسیده ایستادیم که وقتی که یک چیزی رو که برای خودمان نمیخواهیم باید برای هیچ کس نخواهیم. من این صحبت رو در همه کردم، با همه کردم و امروز هم گفته ایستادم، با برادرانم کردم که وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان می آید به مسائل های خصوصی یک انسان دخالت میکند و این رو ما بد میگوییم، این رو بی‌ناموسی میگیم، چرا ما خودمون بیایم این کار رو انجام بدیم؟ فقط با دلیل آن که حکومت علیه مردم علیه ما کرد ما باید همیشه جواب بگیم نسبت حکومتداران یا کسانی که در حکومت کار میکنن. اما سوال اساسی این است که خب اون یک طرف میگه که من نگاه با پیمان شما کار ندارم، با نهضت شما کار ندارم، درست که من اعضا هستم، اما این حکومت آمد همین کار رو نسبت من کرد، همین حکومت آمد نسبت همشهری من کرد، یک تاجیک دیگر کرد، چرا ما خودمان رو محدود کنیم و نسبت حکومتداران این کار رو نکنیم؟ برادری عزیز، من حالا این به معنای سفید کردن کسی نیست، اما ما و شما که انسان‌های عاقل هستیم دلمان به ملت میسوزد و میخواهیم که در ملت این گونه حالت‌ها نباشد، نه از طرف حکومت، نه فابریکه جواب، نه از طرف مخالفین. باید این را قبول کنیم، اعتراف کنیم که سنگ اول را زیربنای این فرهنگی غلط را حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشت. وقتی که ما صدا بلند کردیم در داخل کشور جناب امامی رحمان این کار خطا است، نکن، این بی‌ناموسی رو انجام ندید، از تلویزیون‌های مردم، از در یوتیوب، در شبکه‌ها. حالا اگر شما میخواهید با رقیباتون با ما همین شکل مبارزه برید، این بر ضد شما انجام خواهد شد. این جزئی فرهنگی مردم میشود، مردم با همین شکل با شما جواب خواهند داد. اینا فکر کردن که چون تلویزیون در دست ما هست، کامرا در اختیار ما هست، ما هر کسی رو خواهیم پادستوا میکنیم، ثبت میکنیم، یکی رو فاحشه میفرستن، یکی رو یک نفر دیگر رو میفرستن ثبت میکنن، زندگی خانوادگی حلال و پاکیزه آدم ها رو، جنگ و جنجال ها رو همه رو ثبت کردن و فخر میکردن که این نشانه قدرت ما هست، ما با همین را توانستیم رقیبان خود را ضربه زدیم، بیخبر از اینکه همین چیز امروز گریبان خودشون را گرفته است. چرا؟ مردم دیدن که پس این کار جایز بوده است. یک روایت است، بعضی ها میگن حدیث، بعضی ها میگن ضرب المثل و مقال است، حالا هر چی هم باشد میگن که الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم در دین یا در عادت و فرهنگ شاهان و پادشاهان خودشان هستند، رهبران خودشان هستند. امروز اگر شبکه‌های تاجیک پر از فحش و فجور و از بی‌فرهنگی و از این کارهای بد اخلاقی است، این را بدانید که این عادت را، این رفتار بد را حکومتداران راه اندازی کردن، آغاز کردن. امروز دیگر مردم با همون تنگه آنها جواب داده ایستادند. اما موقع ثابت، استوار و قاطع ما این است که ما نباید به سطح حکومتداران پایین شویم و هر کاری که اونا کردن ما باید جواب بگیم. و من این را آشکار گفته ایستادم، دیروز هم گفتم، روزهای قبلی هم گفتم و باز هم خواهش میکنم که اولش که این کار کردن نشود، نکنند، ولی اگر هر کسی میگه که دیگر من طاقت ندارم، با اون معذرت میخواهم، بی‌ناموسا با همون روش خودشون جواب میگن، پس باید بگوید مسئولیت رو به دوش بگیرد که این کار شخصی من است و من خودم مسئول این کارها هستم. اما باز این را هم بدانند که طرفداران حکومت باز هم میگن که اینا چهره شما هستند، یعنی یا باور نمیکنن یا باور کردن نمیخواهند، میگن که نه این سیاست پیمان است و سیاست نهضت اسلامی تاجیکستان است. برادران عزیز بدانید، من با کمال مسئولیت میگم، پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان نه فابریکه جواب دارد، نه یگان گروه مخصوصی کامنتر نویس دارد و نه اصلا طرفدار هست و میخواهد که کسی را تحقیر کنند و توهین کنند. اگرچه شبانه روز ما را تحقیر میکنند و در حق ما هر گپا را میگن. اگر کدام از طرفداران ما این کار کرد، بدانید که این کار را غلط کرده است، از پیش خودش کرده است و ما ناراحتیم و بارها این را تاکید کردیم. برای همین برادر عزیز من خواهش میکنم از شما هم که بسیار یک برادری عاقل و با فهم بودید، از صحبتتون معلوم، دیگر همه چیز رو با هم آمیخته نکنید و ما این صحبت رو باز ادامه خواهیم داد و من باور دارم همون روزی که حکومت جمهوری تاجیکستان رسما خست اعتراف کرد که ما این جنایت رو کردیم، این اشتباه رو کردیم و به عهده میگیریم دیگر این رو تکرار نخواهیم کرد و نمیکنیم،
من باور دارم که این تأثیر زیاد به بالای همه مخالفین، بلاگرها و همه کسان خواهد رساند که خب دیگر مردم خودداری خواهند کرد. اما چرا حکومت بیاد این کار رو کند؟ شما که حالا طرفدار حکومت هم نیستید و طرفدار اپوزیسیون هم نیستید، من همیشه قبول کردم به اصطلاح یک گروه سیوم یا بی‌طرفا هستید. همون طوری که آمدید حالا کاری خوب کرده ایستادید که ما رو اصلاح میکنید و این بهترین خدمت با ما هست که این نکته رو گفتید. زیرا این برادران بشنوند که فقط موقع رهبری پیمان نیست که ناراحت میشود از این گونه نشر کردن نوارهای خصوصی آدمها حکومتداران، بلکه الکی ملت و طرفداران ما هم نگران شده ایستادند. خیلی خوب میشد که شما همین گونه صحبت رو با رحمان و با یتیم و با رمضان رحیمزاده بکنید که او برادر ما این حرف رو با اپوزیسیون گفته ایستادیم، اینا قبول کرده ایستادن که این کار بد هست، کار خوبی نیست، تو طرفداران خود رو نصیحت کرده ایستادن. چرا شما این کار رو در شبکه‌های رسمی حکومت میکنید؟ چرا شبکه دولتی تاجیکستان فیلم خیانت درست میکند و ضد محمد اقبال صدرالدین و ضد کبیره و ضد دیگرها؟ چرا طرفدارانشان مخالفین را با نوار تأمین میکند و آنها را توطئه میکنند ضد ما؟ فابریکه جواب این کارها رو میکند. چرا این کارها رو کردید؟ شما این کارها رو نکنید، بیاد از مردم از همه عذرخواهی کنید، بعد ببینید اگر کسی از طرفداران اپوزیسیون این کار رو دوام داد دیگر هجوم کنید، بگید که شما کاری غلط کرده ایستادید. بنابراین برادر عزیز تشکر برای صحبت، برای سوالها. من امیدوارم که باز در صحبت‌های بعدی شما همین گونه سوالها را مطرح خواهید کرد. اما این سوال اخیر شما را اگر راضی باشد من در صحبت آینده جواب بگم، چون وعده کردیم که طولانی نخواهد بود. باز این را به معنای فرار کردن از جواب قبول نکنید. من جواب دارم، ولی حالا اگر 5 دقیقه دیگر هم به خاطر احترام این برادر وقت رو بگیرم که سوال داد که چرا ما امام علی رحمان رو میگوییم که 28 یا 30 سال شد در قدرت است و خودی من 15-16 سال شد از رهبری حزب نمیروم، پس فرق بین من و رحمان چی است؟ چون این سوال خیلی زیاد مطرح میشد. من خیلی شفاف و آشکار جواب میگم. مسئله این نیست که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کسی دیگر نیست که رهبری را به دوش بگیرد. البته کسانی را که آماده کرده بودیم، آماده شده بودند که باید رئیس حزب باشند، 10-12 نفر را که من خودم آماده کرده ایستاده بودم، برادر سید عمر حسینی، محمد علی حیید، عبدالقاهر دولت، قیام الدین عوض و دیگران را حکومت گرفت زندانی کرد. یعنی تیار کردن یک کادرهای برای یک حزب مثل این بزرگواران که در زندان هستند کاری آسان نیست. یعنی خیلی از کادرهای ما را زندانی کردند و که آنها هر کدامشون نه تنها رئیس حزب بلکه رهبر دولت هم شده میتوانند. این یک طرف مشکلی ما است. دوم این که برادری عزیز، ما با رحمانوف نگفته ایستادیم که چرا خودت 20 سال 25 سال شد رئیس حزب خلق دموکراتی هستی، یا با رحمت الله ظاهروف نگفتیم که چرا خودت اینقدر سال، یا با شبدالوف. این کار یک حزب است، یک گروه است. یک گروه میخواهند رئیسشون 4 سال باشد، آیین‌نامه‌شون رو هم قبول میکنند. یک گروه میخواد که رئیسش 50 سال باشد. البته شخصا خودی من طرفدار آن هستم که رئیس‌های حزبان باید عوض شوند، از آن جمله در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو میموندن که در ماه سپتامبر 2015 انجمن رو برگزار کند، ما 2 هدف داشتیم. یکی رئیس حزب عوض شود، دیگر آیین‌نامه حزب تغییر کند و نام حزب را تغییر بدیم. اما ما را ممنوع کردن، زدن، مهاجر کردن. امروز ما در هجرت حالا در فکر کی رئیس حزب می شود و اصلا چی اهمیت دارد دیگر؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در تاجیکستان غیر ممنوع است، حالا چی رئیسش رو عوض کنیم یا نکنیم. اما اگر رحمانوف 100 سالم خدا عمرش بدهد و رئیس حزب باشد، ما کار نداریم. سخن درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فقط پرزیدنت اعضای حزب خلق دموکراتی نیست. یا فردا رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرزیدنت شد و فقط پرزیدنت یک حزب نیست، او پرزیدنت همه کشور هست که در آن اعضای حزب خلقی هست، کمونیستی هست، دموکرات هست، نهضت هست. طبق کنستیتوسیون انتخاب می شود که در اون کنستیتوسیون گفته شده است که یک آدم بیشتر از 2 مرتبه نمیتواند پرزیدنت باشد.
و رحمانوف این رو تغییر داد. مسئله اینجا برای دوامناک بودن پرزیدنت هست، برای رئیس حزب چی ربط دارد؟ حالا اگر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیاین مسئله بگذارن، اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو ریاست 100% او حق دارد. اما ما نمیتوانیم بگیم که از رئیس حزب خلق دموکراتی عوض شود. اما ما همچون شهروند تاجیکستان، هر شهروند حق دارد مسئله بگذارد که چرا رحمانوف 30 سال رهبر تاجیکستان هست. برادری عزیز، شما که انسانی آگاه هستید، باسواد هستید، فرق بین کشور، دولت و یک حزب را باید بدانید. اما برگردیم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من 100% طرفدار فکر شما هستم. برای همین است که 2 مراتبه 3 مراتبه شد من استعفا میدم رسما در جلسه ریاست. اما برادران خواهران نه به خاطر آنکه کسی دیگری نیست، میگن اصلا دیگر همین مسئله مهم نیست، اهمیت ندارد. حالا ما نظر برادران در زندان بوده رو چه خیلی میگیریم که آیا اونها طرفدار هستن که رئیس حزب عوض شود یا نه؟ چون این مسئله چندان اهمیت ندارد، مانده با آنکه حالا در وقتی که برادران از زندان آزاد شوند برگردیم به تاجیکستان. ولی من باز هم طرفدار این هستم که در همین شرایط هم باید رئیس حزب عوض شود. برای همین تشکر زیاد برادر عزیز. امیدوارم که در آینده فرق بین حزب و کشور و دولت را شما هم رعایت خواهید کرد. خب در همین جا ما به آخر صحبت امروزه میرسیم تا صحبت‌های بعدی برادران هموطنان گرامی در پناه پروردگار یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.